إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از اینکه یادآوری کرد از اینکه توصیه های ابراهیم خلیل الله و اولادش که از جمله انبیاء علیهم السلام، یعقوب علیه السلام بود و اسحاق علیه السلام بود، چی توصیه های داشتن. مردمایی که بعدی بودن و همیشه این لاف می زدن که ما اولاده تر شخصیت های هستیم که اگر خود ما عمل نیک نداریم لیکن پدرها و اجداد ما خیلی مردم ورزیده است. در روز قیامت سفارش ما را میکنه. الله تبارک و تعالی این پندار نادرست و بی اساس رد کرد. گفت هر کس مرهون عمل خود یا در گرو عمل خود می باشه. این درست نمیشه که یک کسی لاف بزنه که پدرم خوب آدم بود یا بابایم خوب آدم بود. گپ در سر است که منهج خود انسان چی رقم است، عقیده خود انسان چی اهمیت داره، عمل خود انسان چی قسم است. از او خاطر الله تبارک و تعالی در اینجا سری از رد که تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. در اینجا رد بالای از واش. در اینجا الله تبارک و تعالی رد به یک پندار دیگه از واسطه یا دعوا میکرد که هر کس در یهودیت داخل شود او راهیاب میشه و نصرانی ها هم میگفتن. الله تبارک و تعالی در مقابل جواب اینمی سوالی از یا اینمی ادعای از یا میگه که نه، اصل امو ملتی که ابراهیم خلیل الله یعنی روش را که ابراهیم خلیل الله داشته و نمو روش کامیاب است. چرا؟ به خاطر که او خالی از شرک است و شما مکمل روشایتان مملو از شرک است. شرک اعظمترین یا بزرگترین گناهی است، چرا که در حق الله تبارک و تعالی ظلم زیاد میشه. الله تو را پیدا کرده و تو هم با امر الله تبارک و تعالی شریک مقرر میکنی. در حقیقت این ادعاهایی که ها میکردن که ما راهیاب هستیم، الله بیان ازیره میکنه که شما راهیاب نیستی. چرا؟ به خاطر که در دین الله حنیفیت ضروری است او حنیفیت تقاضای ازیره میکنه که انسان از هر گونه از هر قسم چیزای دیگه معرض باشه، روی بگردانه طرف الله تبارک و تعالی، یعنی بندگی را خاص برای الله تبارک و تعالی بسازه. شرک قطعش یک جا نباشه و شما بندگیتان مملو از شرک است. چرا که یهود عزیر علیه السلام نعوذ بالله ابن الله میگفتن. مراد از ابن الله نایب الله یا است که نازدانی الله، و نصارا هم عیسی علیه السلام میگفتن که ابن الله است. ما بعد از یادآوری کتاب الله تبارک و تعالی بر ما واضح میشه که بزرگترین گناه در قرآن کریم شرک نامیده شده و امتها و ملتها که لاف میزدن که ما برای هدایت هستیم، الله سری از رد میکنه. علتش است که وا مبتلا به شرک بودن. امروز که امتی پیغمبر علیه السلام با ادعای خود که خود امتی پیغمبر میدانه اما اعمال شرک میکنه، قابل لاف زدن نیست و نه ادعا کرده میتونیم که ما در راه حق هستیم. زمان ادعا کرده میتونیم که یقینا روش ابراهیم خلیل الله را در پیش بگیریم. از او خاطر الله تبارک و تعالی امر روش ابراهیم خلیل الله را در اینجا برای ما معرفی میکنه. و قالوا گفتن کونوا هودا، شوی شما یهود او نصارا. یهود میگفتن شما یهود شوی. اینی را مردم میگه خود محوری و نعوذ بالله خود پرستی و انحصار حق در خود میدانن، حالان که حق شده میتونه در هر طایفه موجود شود. نصارا میگفتن نه، شما نصارا شوید تهتدوا، شما هدایت یافته میشوین. این مردم میگه ادعای بی اساس. چرا؟ یک کسی را دعوت به دینی که محرف شده و کسانی که دینی واقعی نداره، کی هدایت برش حاصل میشه؟ زمانی به یک دین دعوت داده میشه که او واقعا ضمانت هدایت بکنه، او راه های صحیح و سالم داشته باشه. در او وقت کسی را آدم دعوت داده میتونه. او در حالی که خودت راه حق پیدا نکرده، چطور کسی دیگری را تو دعوت داده میتونی؟ این بسیار درس عظیم به ماست. امروز هم گروه های مختلف، مذاهب مختلف، هر کس عرض اندام میکنه و تلاش میکنه، میفرماید میگوید که ما حق هستیم و گروه ما حق است، حالان که اصل حق کتاب الله و سنت رسول الله است. دعوت دادن به یک
گروه شخصی این درست نیسته. الله تبارک و تعالی اینمی قسم ادعاها را رد میکنه. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، بگوی پیغمبر علیه السلام در جواب مردم بلکه ما تابعداری میکنیم از ملت، یعنی آیین ابراهیم خلیل الله، آیینی که تحریف نشده، آیینی که تغییر درش نآمده. حنیفا، یکی از صفات ابراهیم خلیل الله ای بود که او حنیف بود، مایل به سوی حق و اعراض کننده از همه امور باطل، از ما سوی الله مکمل روی خود دور داده بود طرف الله تبارک و تعالی. دین اسلام مکمل تسلیم شدن به سوی الله تبارک و تعالی و به دین الله تبارک و تعالی است، نه که نعوذ بالله در او شرک آدم پیدا بکنه. از اینجا معلوم میشه که ادیان یهودیت و نصرانیت با وصفی که ادعا میکردن ما هم در ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، الله سرشان رد میکنه. علتش است که صحیح است که دین ابراهیم خلیل الله دین واقعی بود، لیکن مردم گرفتن در او زیادت و کمی کردن، تحریفات کردن. از او خاطر اصل دین ابراهیم خلیل الله را که صحیح صفا باشه، سالم باشه از انحرافات، او را پیغمبر علیه السلام عملی میکنه. و ما کان من المشرکین، بسیار علامه بزرگ دین ابراهیمی همی بود که در او شرک قطعا دیده نمیشد. چرا که ابراهیم خلیل الله شخصیتی است که اول مبارزه با شرک نموده، یعنی شرک رد کرده. او شما خو نعوذ بالله همیشه در شرک مبتلا هستین، کارایتان شرک است. این با وصفی که رد بالای یهود و نصارا است. خب ما مسلمانان دعوا داریم که به ملت ابراهیم خلیل الله هستیم، اما تمام زندگی ما از تولد گرفته تا مرگ نعوذ بالله در شرک تیر میشه. ندا و آواز ما به غیر الله است، حفاظت و نگهبانی خدا به غیر الله میسپاریم، به پناه غیر الله میدهیم و در وقت مشکل خیلی زیاد نعوذ بالله صدا و آواز به غیر الله میکنیم. پس چطور ما ادعای ملت ابراهیمیت میکنیم در حالی که یکی از علامات خیلی مهم ملت ابراهیم بودن عدم شرک است، که شرک دو نباشه. قولوا آمنا بالله، اینی برنامه ملت ابراهیمی است که همین برنامه را محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی کرده. این برنامه است که در اینجا قطعا تبعیض وجود نداره. کل پیغمبران علیهم السلام که از جانب الله تبارک و تعالی آمده برای رهبریت بشریت، ما به سر و چشم قبول داریم. مردمانی بودند که الله انتخاب کرده بود برای رهبریت و او مردم رسالت خود انجام داده. پس در راه از روان شدن این سبب هدایت انسان میشه. عجیب است، شما میگی یهودیت و دیگه تان میگی نصرانیت، یک پیغمبر قبول داری و دیگر رد میکنی، حالان که از یک منبع واحد آمده. معلوم شد که دین شما سبب هدایت نمیشه. چرا که پیغمبران را یکیش قبول داری دیگر نه، در حالی که یک پیغمبر رد کردن در حقیقت کل انبیاء علیهم السلام رد کردن است. چرا؟ هر پیغمبر که آمده تایید پیغمبرای دیگر کرده. اگر تو یک پیغمبر رد میکنی اما گپ پیغمبری خود قبول نداری، چرا که او گفته که اینمی پیغمبران حق بوده. این یک درس دیگه هم برای ما میده. امروز دعوای حنفیت هر کس میکنه ما حنفیستیم، یقین به الله بکنی حنفی نیسته. چرا؟ به خاطر که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت که به قول ما کسی فتوا داده نمیتونه تا وقتی که دلیل از قرآن و حدیث برش پیدا نکنه. یک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرموده اذا صح الحدیث فهو مذهبی، هرگاه حدیثی صحیح ثابت شوه اونو روش مس بعد به او روان شوه. لیکن امروز امی کسایی که داد از حنفیت میزنه امو روش اختیار نمیکنه، حدیثا صحیح ثابت میشه لیکن این مردم سرش عمل نمیکنه، در حالی که امو روشی که مخالف حدیث است از خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمی باشه. فقط یک عالم حنفی به نام حنفی چیزی را نوشته کرده، مثل صاحب خلاصه واره. صاحب خلاصه حتی مصنفش هویتش مجهول است. شما مقدمه شرح وقایع را بخوانید، در اونجا مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه بسیار گپای سودمند و مفید زده. یقینا کسی که انصاف داشته باشه درک میتونه. مولا علی قاری رحمت الله علیه دو رساله جور کرده برای اثبات اشاره و بعد از او رد کرده بالای کیدانی که در ظاهر مؤلف خلاصه است. لقد اغرب الکیدانی، کیدانی بسیار غریب گپ گفته. چرا؟ به خاطری که نعوذ بالله سنت رسول الله را حرام گفته. بازو میگه که اگر گمان نیک سری تو را آدما نشود و تاویل قولش نشود ما فتوای کفری تو را آدم میدادیم، به خاطری که به سنت رسول الله حرام گفته، لیکن تاویل قولش میشه.
لیکن نه، متاویل قولم صحیح نیست. چرا که اهل الحدیث گفته، اهل حدیث خو بخاری مسلم امو بزرگایی هستند که واقعا از سنت و تعلیمات پیغمبر آگاهی مکمل داشتن. چطور نسبت اشاره را به وا بکنی و بگویی که حرام باشه؟ امروز کسایی که دعوای حنفیت میکنه یقینا قول امام خودم قبول نداره. چرا؟ به خاطری که امام برش کدام توصیه کرده سر از او عمل نمیکنه. پس در حقیقت یا حنفی نیستن. ما همیشه میگیم که اصلا حنفی ماستیم. ما میگیم امام صاحب بر ما توصیه کرده، هرگاه سخن متضاد با حدیث پیغمبر پیدا کرد، حدیث پیغمبر را بگیری و همون مسلک هم است. یا به من نرسیده، یا بر ما ضعیف رسیده سندن، یا برش معلومات نشده، از او خاطر او گردن خود خلاص کرده، ذمه‌واری خود مکمل خلاص کرده، امور به ما سپرده. اما ماستیم که نه خشک میبینیم نه تر. حدیث پیغمبر مثل طلوع آفتاب باره خب روشن معلوم میشه. ما تنها بانه میکنیم که در مذهب ما ذکر نیست. چرا؟ در کتاب فقه ما ذکر نشده. خلاص کتاب فقه کتاب حدیث نیست. کتابای حدیث بخوان، عمل کردی پیغمبر علیه السلام برات معلوم میشه. قولوا آمنا بالله، بگوی که ما ایمان به الله داریم. سعی کنی اولین امر ایمان به الله تبارک و تعالی است. یعنی به الله اینطور ایمانی که قرآن تشریح میکنه، به ذات الله، به صفات الله، به افعال الله. اما قسم که قرآن تشریح کرده، اما قسم عقیده را باید انسان داشته باشه. ایمان به الله می تقاضا را داره. اما در عمر، در 60 سال عمر کسی کلمه طیبه را برای ما تشریح نکرد. کسی ما را نگفت که ایمان نواقص داره. توسط اینی امر ایمان از بین میره، انسان مومن باقی نمیمانه. بس مسلمان میراثی باقی ماندیم. پدر و مادر نماز خوانده، قطعی دولچه آب وضو کرده. ما سوال نکردیم که به الله چطور عقیده داشته باشیم، الله را چطور بشناسیم. امروز مردم الله را نمیشناسه که الله کدام ذات است، توحید نمیشناسه. اما مردمایی که در راس تعویض دادن است و نمیشناسه. شما ببینید که مسئولیت علما در جامعه چقدر است و مسئولیت خود ما. نه علما بیان کرد و نه خود ما. تمام روز پشت دنیا از صبح دویدیم، از 4 بجه تا 11 بجه شب. خب در پشت دین خود ندویدیم. الله از پیشت سوال میکنه و من ربک، ربت کی بود؟ رب معرفی کرده میتونی یا نمیتونی؟ اول امر قولوا آمنا بالله. کسی که به ملت ابراهیم است بگوی که ما ایمان به الله داریم و ما انزل الینا، و به او کتابایی که نازل کرده شده به سوی ما. هر کتابی که از طرف الله بالای ما آمده مکمل سری از او عقیده داریم. و ما انزل الی ابراهیم، با او کتابی که نازل شده به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط اولاد یعقوب علیه السلام. و ما اوتیه، با او کتابی که داده شده به موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام. و ما اوتی النبیون، و او کتابایی که داده شده به انبیاء علیهم السلام من ربهم، از جانب پروردگار. در هر مقطع زمان، در هر صحنه‌ای که بالای پیغمبران علیهم السلام کتاب از جانب الله آمده و امو کتاب ضابطه حیات و زندگی امو قوم بوده و بالکل حق بوده، کفایت میکرد برای رهبری بشریت و ما سرش عقیده داریم. در اینجا تفکیک و تبعیض نمی کنیم که یکی را بپذیریم و دیگر را نپذیریم. ببینید الله مذمت او قوم را به چی بیان میکنه؟ به خاطری که کتاب خدا میپذیریم، کتاب دیگر را نمیپذیریم. حالا که اردو از یک طرف الله آمده، اردوش کتاب الله است. امروز اگر تو قول امام ابو حنیفه را میپذیری، با این خاطر میپذیری، به خاطر نمیپذیری که بچه ثابت است، او نواسی زوتی است، او از افغانستان است، مردم معرفی میکنه سسترغیج کابل است، سر این گپا افتخار میکنه. تو میگی این قدر قوم پرست و ملت پرست است. تو که گپی عالم قبول میکنی، از این حیثیت قبول میکنی که از کتاب الله و سنت رسول الله میگه. اگر همی گپ احمد گفته باشه، محمود گپ گفته باشه، شافعی گفته باشه، احمد ابن حنبل یا مالک یا اوزاعی یا ثوری، هر کسی که گفته که کتاب گپ از کتاب الله و سنت رسول الله گفته، قابل قبول است. چطور یکیش قبول داری دیگهش نداری؟ این کدام تبعیض است؟ او روز امی قوم ها در بین انبیاء علیهم السلام تبعیض آوردن، امروز تو مسلمان در بین علما تبعیض قائل هستی. مردم ما را میگه یا امام را قبول نداره. ما نه 4 امامه، به صدها و به هزارها امام قبول داریم. هر عالمی که آمده که قول پیغمبر علیه السلام تشریح کرده، قول پیغمبر گفته بر ما، به سر و چشم قابل قدر است، قابل احترام است، میپذیریم. از این حیثیت نه که بچه فلانی است، از فلانی جای است، یا دوستم است، یا بچه کاکایم است. از این حیثیت که گپیش موافق کتاب الله و سنت رسول الله است. امید دین است. اگر کسی خلاف از این دین معرفی میکنه، قطعا دین نیست. قرآن موضوع را برای ما بار بار تکرار میکنه.
ما از این آیت معلوم شد که کتابای الله منحصر در 104 نیست، بلکه بسیار کتاب است که الله به انبیاء علیهم السلام داده. تعیین نمیکنیم هر قدر انبیاء علیهم السلامی که آمده و هر قدر کتبی که نازل شده ما سرش عقیده داریم، اما کتابای سابقه و انبیاء سابقه اجمال است. پیغمبر خود ما و کتاب خود ما ایمان سرش تفصیلی است. بالای پیغمبر ایمان تفصیلی است. ایره مرد میدانیم، ایره بشر میدانیم، ایره عرب میدانیم، ایره پیغمبر میدانیم. اگر از یک صفت از یا کسی انکار کنه کافر است، از بشریت انکار کنه. امروز با علمای بزرگتان در جلسه ها میگه پیغمبر نود است، بشر نیست، سایه نداشت، نعوذ بالله. عجیب است. از ایره مکابره مردم میگه آفتاب برآمده بازم بگوی که نه تاریک است. عجیب نیست؟ این چه رقم علماست؟ قرآن خودش میگه انما انا بشر مثلکم. کسی که مرد بودن پیغمبر منکر شوه کافر، عرب بودنش منکر شوه کافر، رسول بودنش منکر شوه کافر است. چرا؟ آخری پیغمبر بودنش منکر شوه کافر است. ایمان سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفصیلی است، اما کمال باید آدم عقیده داشته باشه. قرآن سری قرآن ایمان تفصیلی است. هر حکم جزئی قرآن باید تو تفصیل کنی، او وقت تو مؤمن میشی. اگر یکیش که موافق نفسی است، هوای تصویر میپذیری، باز حکم دیگه ش نمیپذیری، باز مؤمن خدا نگو. این بسیار مهم مسئله است. قرآن رد میکنه تفرقه بازی را، لا نفرق بین احد منهم. ما در بین پیغمبران علیهم السلام اجن و جدایی را نمیکنیم. کلگی پیغمبرانی کیست؟ الله روان کرده. ما ایتو نمیکنیم که یکیشا بپذیریم دیگهشا رد بکنیم. ای یهود و نصارا، شماستی که یک پیغمبر میپذیری و دیگر قتل میکنی. ای یهود، شما انبیاء علیهم السلام قتل نکردی؟ در مورد عیسی علیه السلام تصمیم اعدام نگرفتی؟ چطور شما دعوا داری که یهودیت این دین هدایت است؟ این دین هدایت نیست. دین هدایت اوست که هم انبیاء را معلمین یک مکتب واحد میدانه و فقط آمدن شاگردا را تربیت کنه، انسانا را بسازه. دیدیم که انبیاء علیهم السلام برای تعلیم انسانیت آمده بود، به انسانا انسانیت تعلیم میداد. کلشان یکسان است. و نحن له مسلمون. ما خاص به الله تسلیم هستیم، خود شما خاص به الله تسلیم نیستید. مشایخ و ارباب و علمایتان نعوذ بالله به خود رب جور کرده، او را حکمش به مثل حکم الله دانسته، حلالش حلال و حرامش حرام دانسته. از امو خاطر است در اینجا بسیار سخت حالت است که ما اگر یک کسی یک چیزی را حلال بگه اما در شریعت او حرام باشه یا در شریعت حلال باشه، یک کسی او را بگه حرام است، این نعوذ بالله شرک در تشریع است. یعنی در قانونگذاری الله شرک ورزیدی. چرا کسی دیگری رم حق دادی که بله حلال و حرام میتونه. امروز ببینی مریدا را سوال کنی که پیر صاحب برش بگه در ترجمه قرآن نرو، در عمر قدم نمیمانه بلا دلیل بیچون و چرا. سخنش میپذیره، نمیگه که چرا در ترجمه قرآن نرم، در کتاب الله چطور من نروم. خیر پرستش چی را میگه؟ الله بودن معبود جور کردن چی را میگه؟ کسی درک بکنه این واقعیت را بفهمه که یقینا ایخو معبود قبول کردن است. نعوذ بالله گپش بیچون و چرا بپذیر، دلیل ندار. فقط او مرا گفته چرا نمیری؟ او مرا گفته. الله و نحن له مسلمون. ما خاص برای الله تسلیم شده هستیم، یعنی در عبادت خالص برای الله می سازیم. شما یهود و نصارا اوطور نمیکنه. فان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. کسانی که در زمان پیغمبر علیه السلام شاگردای مستقیم پیغمبر است، این مردم چی امتیازی داره؟ به نزد الله چی مقام و منزلتی داره؟ این کدام مردم است؟ قرآن برای ما این را معرفی میکنه که مردم ایمانشان معیار صحت ایمان شماست، عملشان معیار صحت عمل شماست، عقیدهشان معیار صحت عقیده شماست. اگر عقیده شما مثل عقیده صحابه شد، عمل شما مثل عمل صحابه شد، راهیاب میشه، در غیر از او راهیابی نیست. قرآن مقام و منزلت صحابه را بیان میکنه و چرا نباشه. کسایی که در رده اول، در مرحله اول از جان مال از هم زندگی خود تیر شدن، پشتیبانی و مساعدت و کمک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امروز ما یک کسی که حق بیان میکنه نزدیک شده نمیتونیم که مردم ما را وهابی نگوید. همین کلمه را میگه میترسیم. در یک مجلس یک ملا صاحب بود از ما دور میگریخت، من نزدیک میشدم که خطش دست بدم. پسان فکر کردم که مردکه به خاطر خود یک طرف میزنه که مقتدیایش قطش است، ولی اگر به ما دست بده مقتدیایش را میگه که تو هم قطعی از او شناس داری.
صحیح کنی. حالی الحمدلله یه عقیده خیلی عام شده، کابل فرا گرفته، زن مرد کلگی آگاه شده که دین چیسته. مهم مرحله اول است. در مرحله اول کسی باشه مبارزه بکنه، در میدان بره، خونی خود، جانی خود، مالی خود، هر چیزی خود در خطر بندازه. صحابه کرام خصوصا اون صحابه که در ردیف اول و در ردیف اول و در مرحله اول با پیغمبر علیه السلام همگام است. شما تاریخ صحابه را یک دفعه مطالعه بکنید، چه ظلم ها و چه شکنجه ها را ندیدن. بسته نشدن در شترا، در اسبا زیر پای اسبا نشدن و سنگای گرنگ در عین آتش سوزان سرشان چپه نمیشد. داغای یک صحابی که دامن خود بالا میکنه که پشتش یک دم چربو بیخی کشیده شده، پوست باقی نمانده. این حالت ها را او مردم گذرانیده. الله تبارک و تعالی امی مقام برش داده، امی مقام برش داده که عقیده از ما معیار صحت عقیده ماست. تا وقتی که عقیده ما مثل عقیده صحابه نگرده، عقیده ما صحیح نیست. امروز علمای پیدا میشه سر استوا علی العرش که الله سر عرش برابر شده، سر ازی مناظره داره، سر ازی یا خود عالم هم میگیره یا خود امام مردم هم میگیره. به الله قسم اگر تو عقیده را نداشته باشی مسلمان گفته نمیشی. تو این عقیده صحابه کرام بود که الله تبارک و تعالی سر عرش برابر است. این عقیده سلف است. بیا از اول تا آخره مردم تعالی را شما باور به الله بکنی. علمای حنفی است عقیده حنفی را نمیفهم. شرح عقیده تحاویه را که کتاب بزرگ احناف است و حتی کتاب مدرس، یعنی تدریس میشد در کل مذاهب. مالکی مذهبام می کتاب میخوانه، شافعی مذهبام میخوانه، حنبلی مذهبام میخوانه، حنفی مذهبام میخوانه. امام طحاوی رحمه الله متن ازیر جور کرده بنابر عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ابن ابی العز رحمه الله یک عالمی با انصاف حنفی است، او تشریح کرده. ملاهای ما تالی را کتاب حنفی را نخوانده بیچاره. چی را میخوانه؟ ابوالمنتهی را میخوانه. در ابوالمنتهی چی بیان شده؟ توحید ربوبیت، الله مالک است، الله رازق است، الله تدبیر مخلوقات کرده. اگر توحید میگه باشه، مشرکین مکه هیچ کدامش کافر نیست، کلشان قائل بودن که الله مالک است، الله رازق است، الله عزت دادنی است، الله ذلت دادنی است. باز هیچ گپ نزا نبود. نزا در توحید عبادت است. توحید عبادت که عبادت خاص برای الله باشه، آواز دادن، نظر کردن، تلاوت، نماز، حج، قربانی، همه گپا این مخصوصی الله تبارک و تعالی باشه. نزای انبیاء علیهم السلام قطعی قومش سری نمی موضوع بود، امروز همون یاد نمیشه. در کتابای عقاید ما توحید عبادت یاد نمیشه، تشریح نمیشه، مردم درک نمیکنه که کدام است. فقط الله را خالق بدانیم. کافرام الله را خالق میدانه. در دنیا کم طایفه پیدا شود که الله را خالق ندانه، کلگی میدانه که الله خالق است. خب چی رقم خالق است؟ مستحق عبادت است یا نه؟ مستحق حاجت خویی است کی شود؟ مشکل کشا کیست؟ حاجت روا کیست؟ اولاد کی میده؟ ما این نمازها و عبادت ها را برای کی میکنیم؟ این برات واضح شود، اون وقت برات واضح میشه. الله تبارک و تعالی عمل صحابه را معیار قرار داده، عقیدهش معیار قرار داده. امروز طایفه ها از تلویزیون نشر میکنه که صحابه کرام مرتد شده بودن، نعوذ بالله، با پیغمبر خیانت کردن، خلافت غصب کردن، نعوذ بالله. وحی شده بود که بعد از پیغمبر خلیفه علی رضی الله عنه باشه، لیکن غاصبین او را غصب کردن. بیا عجیب است. آیا ابوبکر رضی الله عنه از مال خود تیر میشه از جان خود به خاطر خلافت؟ عمر از جان خود تیر میشه از مال خود به خاطر خلافت؟ اما صحابه که هیچ دنیا را خوش نداره، بازور مردم او را مقرر میکنه که سرپرستی بکو، او مردم تو غاصب بگو. تو چطور مسلمان هستی؟ چطور عقیده داری؟ این افغانستان است، آمده مردم مسلمان هستی. بله، در تلویزیونا مردم ها باز فتوا میده، نکاح پروا نداره، نکاح پروا نداره. در قیامت میروی اونجا باز از پیشت سوال کرده میشه که بله نکاح به او کسی که به ابوبکر و عمر غاصب بگویا، ظالم بگویا، جبت و طاغوت بگویا، به او تو آدم نکاح درست است یا نادرست است، برای تو باز معلوم میشه. فاین آمنو، اگر این مردم ایمان آوردن، به مثل ما آمنتم، با مثل او ایمانی که شما آوردی، بهی به او چیز، با کدام کتاب و با کدام روش و شریعتی که شما آورده، اگر یا ایمان آوردن، یعنی در تمام چیزایی که ایمان ضروری است یا ایمان آوردن، فقد اهتدوا، اونجا باز هدایت یافته میشن. در غیر از او هدایت وجود نداره. بعضی مردم خدا فریب میده، میگه البته ما نماز خواندیم بس مؤمن هستیم. نه، فمن یؤمن بالله
فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، با طاغوت انکار بکو، طاغوت نفی بکو، طاغوت نفی بکو، بگویی یک چیز نیست، نه حاجت رواست نه قابل عبادت است، بعد از او ایمانت صحیح میشه. و این تولا، و اگر اعراض کردن از یک جز کدام منهج و روشی که صحابه داره، سری کدام چیز که صحابه عقیده داشت، اگر از یکیش تو انکار بکنی فانما هم فی شقاق، باز این مردم در سخت مخالفت و نزاع واقع شدن. چرا؟ میفهمه که صحابه خو مردمی هستن که تعلیمات پیغمبر علیه السلام به دل و جان شنیده و عمل سرش میکنه و این مردم او را عملی نمیکنه، یا در سخت دشمنی و جنگ هستند، یعنی از حق جدا شده. فسیکفیکهم الله، نترسه. این مردمایی که راه مخالفت را در پیش میگیره و میگه قبول نداریم، نترسه، الله برات کفایت میکنه. فسیکفیک، ای کافیست برای تو، هم در مقابل امی مردمی که راه مخالفت در پیش گرفته، الله کافیست. پیغمبر علیه السلام نترسی، حق است. اگرچه در اول شما خیلی طایفه کم میباشه، حتی مردم گمان میکنه که یک چند روز است از بین میره، ولی نه، الله کفایت میکنه، کافیست برای تو در مقابل دشمنای. و هو السمیع العلیم. او چرا کافی نباشه؟ شنونده همه فریادا و دعاها تنها و تنها الله است. علیم، حاجت و مشکل هر کس کی میدانه؟ یک الله میدانه، کسی دیگری نمیدانه. قرآن امیره میگه صبغت الله، برنگ الله خود رنگ کنید. دو مطلب اینجا است، دو معنا داره. اول صبغنا صبغت الله، ما نه یهودی استیم نه نصرانی، ما خود رنگ کردیم برنگی کی؟ الله تبارک و تعالی. ما ملت پرست نیستیم، قوم پرست نیستیم، نجات پرست نیستیم که کسی ما را بگوید تو یهودیستی یا نصرانیستی، بلکه ما مسلمان هستیم، به الله تسلیم هستیم، نظام الله را قبول کردیم، به رنگ نظام الله رنگ شدیم، حالی دیگر رنگا را ما نمیپذیریم. صبغنا صبغت الله، ما به رنگ الله رنگ شدیم، خلاص به رنگ الله رنگ شدیم، دیگر رنگا را قبول نداریم او نه ضرورت به رنگای دیگه داریم. قرآن بر ما میگه که یک رنگ الله است، یک رنگ است، دیگر رنگ نیست. به رنگ محمد رسول الله رنگ شدیم، به رنگ مسلم رنگ شدیم. آل دیگه گپا را نمیشناسیم که حنفیت است، شافعیت است، این مالکیت است، حنبلیت است، این اوزاعیت است، شیعیت است، سنیت است. نه، دین الله یک دین است، یک رنگ است، رنگای دیگه نداره. قطعا کلی رنگا پس جمع میشه در یک رنگ میاد، رنگ دیگه نیست. در اون زمان در مقابل یهودیت و نصرانیت این شعار بود که ما به رنگ الله رنگ شدیم. یک ترجمه، و من احسن من الله صبغه، مراد از رنگ دین الله است، ما به دین الله خود رنگ کردیم، آلی دیگه دینا رو نمیپذیریم. و کیست خیلی بهتر از الله کرده از روی رنگ، نظامی را که الله وضع کرده، قانونی را که الله وضع کرده، با او خود ما رنگ کردیم. از این کده بهترین رنگ در کجاست؟ یقینا کدام نامی را که الله بر ما گذاشته، چی ضرورت داریم که نام را تسلیم کنیم؟ الله هو سماکم المسلمین. ابراهیم خلیل الله یا در یک روایت هو ضمیر راجع به الله است، الله شما را مسلمان نامیده، بس مسلم هستیم. نکنه دل و دلبازی را پیدا نکنه، دل و دلبازی آدم متعصب میسازه. باز وقتی که میبینی کسی دیگه خوب خدمتی دین میکنه، تو آفرین هم برش نمیگی، در درسش هم حاضر نمیشی، در هیچ معاملش حاضر نمیشی. چرا؟ تو حالی تنظیم داری. تنظیم فقط چیزی که در تنظیم میشه اسلام است، که بیرونی تنظیم میشه و اسلام شمرده نمیشه. امروز تنظیم بازی ها اینمی طور مردم کشانید، در کدام سرحد کشانید. یکی دیگه خدا کافر گفت، قتل کرد، کشید از خانه ها، هیچ گپ باقی نماند. نتیجه اونمون بدبختی هاست که امروز ملت ما، وطن ما نعوذ بالله درگیر اختلافات بزرگ شده. اگر ما تنها خدا مسلم میگفتیم هیچ گپی برای ما نبود، هیچ حالتی برای ما ناگوار برای ما میسر نمیشد، اما ما را گرفتن در کدام حالت کشانید. یک رنگ داریم. دوم ترجمه صبغت الله، شما دعوا نکنی یهودیت طرف یهودیت کش میکنه، نصرانیت نصرانیت کش میکنه، نه، صبغت الله، اسبغوا صبغت الله، خدا برنگ الله رنگ کنه. نصرانی ها میگفت و یک عقیده دارن، طفلشان که تولد میشه چند روز بعد در یک قسم چیسته آب میپرته، در رو رنگ میپرته، بعد از غسل میده، باز میگه این رنگ شد به رنگ چی؟ نصرانیت. آل دیگه ای مردم رنگ شدن به رنگ نصرانیت، دیگه طرف نمیره. این رنگای ظاهری است، این رنگای سمبولیک است.
برنگای سمبولیک هیچ وقت انسان عقیدتمند جور نمیشه. نه، برنگ الله. رنگ الله عبادت از دین فطرت است که در وجودی تو الله عقیده توحید گذاشته، با او خود رنگ کو. یعنی عقیده فطرتی تا که عقیده توحید الله است، او را بپذیر. و من احسن من الله صبغه. کیست از الله کرده که در فطرتی تو عقیده توحید گذاشته، از همه نعوذ بالله ما سوا الله اعراض بکو و سوی الله تسلیم شو، از او کده بهتر رنگ کدام است؟ و نحن له عابدون. ما خاص برای الله عبادت میکنیم، کسی دیگر با امراه الله شریک نمیدانیم. لیکن شماست که نعوذ بالله عیسی علیه السلام عبادت میکنه، او را میگی که نایب الله است. قل اتحاجوننا فی الله. و میگفتن نه، ما دین قدیمی است، کتاب ما قدیمی است، پیغمبر ما اول است، ما از شما کده امتیاز داریم؟ الله تبارک و تعالی جوابی از واره میده. چی امتیاز داره؟ مشرک عالی هم دعواها میشه. علمای ما که در سر منبر میره، مردم امام اعظم چرا برش میگه اعظم؟ امام اعظم هم میشناسید؟ امام اعظم است که کل دنیا سرش پشتش اقتدا کرده باشه، کل پیغمبرها پشتش اقتدا کرده باشه، اونو را امام اعظم میگه. بزرگترین امام که کل پشتش اقتدا کرده باشه کیست؟ محمد رسول الله، که وقتی معراج میره در بیت المقدس، انبیاء علیهم السلام الله تمثیلش میاره و با امام محمد رسول الله جور میشه، برای ازوان نماز میده. اینی را مردم امام اعظم میگه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تنها در یک عراق در یک قریه اگر امامت کرده باشه، اگر تو امام اعظم به این خاطر بگی که پاکستان افغانستان پیرویش است، خیر امام افریقا خیلی زیاد نفوذ داره، یک پاکستان افغانستان. امام مالک صاحب خیلی امام است، احمد ابن حنبل باز خیلی امام است که در جهان خیلی پیروی زیاد داره. امام شافعی صاحب کدام میشه امام بگیره؟ امام اعظم کدام میگه؟ خود تراشی نمیره میگه نکنیم دمون رایی که یهود و نصارا داد زده امو طرف نرویم، قدم نمانیم. البته این توهین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علمیتش، تقوایش، امانت داریش، فداکاریش خودش دلیل بالای چی منزلت و مرتبهش میکنه. ضرورت به این نیست که تو القاب از خود بسازی به مردم بگویی. توسط القاب انسان در مرتبه بالا نمیره که الله تو را عزت نده. با الله قسم اگر 1 میلیون القاب مردم برات بده، خو اگر تو به او القاب در مرتبه و منزلت برسی، این در دین ما نیست. چرا؟ اگر در دین ما این القاب رواج می بود، باز دیگه این القاب دادن خیلی زیاد میشد، صحابه کلش صاحب لقب میشدن، کلش فداکاری کرده. نه اونطور نکرده، اونطور نیست. امام اعظم میگه در سر منبر بگه او مردم امام اعظم چرا میگه؟ از کل اماما کده خیلی بزرگ است، علمش بزرگ بود، سنش بزرگ بود. خیلی خوب، بیا دیگه اگر این طور گپ باشه خیر است، تو از که سوال کنه یک کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله بکش، یک کتابش بکش، شاگرداش خو نوشته کرده. خو اگر یک شاگرد دیگه امام نوشته کرده باشه، اگر ما تو بریم یک کتابای شیخ الاسلام ابن تیمیه را مطالعه بکو یک دفعه که در کل فنا، در کل مسلکا که ببینی عقلت بیخی ایران میشه که کدام رقم شخص بود، این چه قسم آدم بود. خیر دیگه این دلیل شوه که بالای از این که احمد ابن حنبل عالم بزرگ بود، امام بزرگ بود نکنیم. این ادعاها را نکنیم. این ادعاها را یهود و نصارا میگفتن، الله جوابشان داد. بگو چی برتریت داری؟ قل اتحاجوننا فی الله. شما قطعا مناظره و بحث داری. محاجه چی را میگه؟ دلیل گفتن. محاجه دو قسم است، یکی محاجه حسن است، نیک است، یعنی دلیل که امرای کسی میگی این نیک است در صورتی که مقصدت ای باشه که حق ظاهر شود. این محاجه حق است، درست است، در دین وجود داره. و یکی محاجه باطل است، منظوری تو حق واضح شدن نیست، یک آدم دیگر را در تکلیف کردن، یک آدم در دل مردم شک انداختن، گپای غلط گفتن است. این محاجه باطل است. شما دلیل قطعا میگی که ما طایفه اول نمره هستیم، از شما کده پیش هستیم، پیغمبر ما پیش بود، کتابی ما از شما کده پیش هسته، ما خوب هستیم. نه، ده هیچ چی پیشتاز نیسته. و هو ربنا و ربکم. ما و شما با هم برابر هستیم. الله رب و مالک و متصرف ما است، از شما است. چی امتیاز شما داری؟ نه آیا رب شماست، رب ما نیست؟ اما قسم که تربیت شما را کرده،
برای شما انعامات جسمی داده، معنوی داده، برای ما داده. پیغمبر برای شما روان کرده، به ما روان کرده. کتاب برای شما داده، به ما داده. مالک متصرف یکی از هر دوی ما یکی است. چی امتیاز داره؟ اگر ما میگه اعمال ما بهتر است از شما کردن، نه، ولا ما اعمالنا ولکم اعمالکم، شما عمل داریم ما عمل داریم. خیر، دی هر دوی ما برابر شدیم. ولی امتیاز کدام طایفه میگیره؟ و نحن له مخلصون. یک امتیاز ما از شما داریم، شما لاف نزنید. ما خاص مخلص هستیم برای الله. هر عمل و عبادت خدا خالص برای کی بسازیم؟ او شما خالص نمیکنی. یک دلیتان برای عزیر علیه السلام، دیگر دلیتان برای عیسی علیه السلام، با امرای الله شریک میدانه. چطور دعوا داری که ما خیلی بهتر هستیم؟ همین بهتری خو یک دلیل و سندی داشته باشه. سعی کنی الله تبارک و تعالی امتان پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه به مردم اینطور جواب بگه: الله رب ما مست از شما مست، اعمال شما مست از ما مست. چرا شما دعوای امتیاز میکنی که ما هستیم؟ بلکه ما باید دعوا کنیم به خاطر که ما مخلص هستیم. هر عمل ما برای الله است. هر عمل ما به امر الله کسی را شریک نمیدانیم، او شما شریک میدانید. امروز بیا دیگه همین کسایی که میگن ما و شما را میگه گمراه شده، غیر مقلدین است، مذهب قبول نداره. ما دعوت میدیم به مردم که یک الله را پرستش کنی. شما دعوت میدیم مردم در قبرها. ما میگیم تنها نامای الله را وسیله کنیم، تو میگی نه. اشخاصی که هویت و شخصیتش معلوم نیست، انجام و عاقبتش معلوم نیست که در جهنم است یا در جنت است، تو میگی ناما و برکت و طفیل و چیستا جاه و جلال ازوارم وسیله بکنیم. بیا دیگه ما میگیم مخلصون هستیم به الله. ما میگیم چیزی را که الله حلال کرده و رسول الله بیان کرده همون حلال است. کسی دیگری او را یک چیزی حرام حلال کرده نمیتونه و حلال حرام کرده نمیتونه. کسی را گفته نمیتونه. خب ما میگیم یک الله کار میکنه، پیغمبر بیانش میکنه، تو میگی نه. اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایده حرام کرد بس حرام است، نمیکنم، من نمیکنم. اگر چه حدیث پیغمبر گفته من نمیکنم. چرا حرام است؟ در کتابای حنفی رفع الیدین حرام گفته در بعضی کتابا. اگر چه علمای منصفش سری اونمو علما رد کرده، سخت رد کرده، اما مردمی که حرام گفته. ما میگیم حرام کسی نمیتونه، عمل پیغمبر کسی حرام گفته نمیتونه. و نحن له مخلصون. ما برای الله تبارک و تعالی اخلاص داریم. هر کاری ما به محور الله میچرخه، هر کار به خاطر رضای الله انجام بدیم. امروز هم همون گپ است، دیروز هم همین گپ بود. همون مردم همین ادعاها را داشت، الله جواب داد. امروز هم همین جواب است. مردم ما را از دین خارج میدانه. چرا خارج میدانه ما را؟ دین چی را میگه؟ اول بگه اگر دین حنفیت باشه تنها خیلی سه مذهب دیگه کلش کافر مرده، کلش جهنمی است، نعوذ بالله. اگر تو تنها شافعیت باشه این سه مذهب دیگه چیست؟ اگر نه که دین محمدی باشه ما محمدی هستیم الحمدلله. خیر بگو دیگه چه رقم ما را از دین بیرون میدانی؟ این مشکلات است. این مشکلات در روز زمان هم بودیم، زمان هم هست. قرآن درسا میده برای ما که نه، معیار وجود داره. زمانی که معیار وجود داشت نه گپی احمد قابل قبول است نه محمود، نه از حسن نه از حسین. گپی کیسته؟ گپی الله و از رسول الله است. او گپ است. آلی بی دیگه هر کدامتان برید دی ترازوها خود طول کنی که چقدر عقیدتان موافق، چقدر عملتان موافق، چقدر کردارتان موافق، چقدر اخلاقتان موافق. خلاص. ام تقولون این ابراهیم و اسماعیل. ادعای دیگر است کنه. چه عجیب داستانی است. قرآن که کدام داستان بیان میکنه درس عظیم به امت پیغمبر علیه السلام است. امروز ما برای شما بگم یک طایفه در قرن دوم تیر شده از فرقه های اهل تشیع بود. این اهل تشیع اثنا عشری هم نبود که به 12 امام عقیده می داشت، به نام اباضیه بود. خارج از دین بودن و نعوذ بالله رهبری از وا کلانی از وا به نام ابراهیم یا چی عبدالوهاب یاد میشد. اما فرقه در قرن دوم به نام وهابی مشهور شده بود. فرقه وهابی علمای بزرگ 4 مذاهب اهل تسنن فتوای خارجی بودن از او را داده بود که یا خوارج هستند به هیچ وجه در اسلام داخل نیست و در افریقا زندگی میکردن. به که استعمار چی کار میکنه؟ گپارا اگر قبرا را ویران کرده، اگر پیرپرستی را از بین برده، محمد ابن عبدالوهاب برده، کار محمد کرده، خب پدرش عبدالوهاب نام داره. بعد ای تنظیم، اگر تنظیم بگیریم، تنظیم نیست، یک عالم است
در علیه بدعت و شرک چی کرد؟ قبر پرستی مبارزه کرد، تیر شد خلاص. حالا کی مذهبی آدم است، حنبلی مسلک است، خو لیکن اینطور حنبلی نیست که هر گپ امام احمد ابن حنبل قبول کنه. در جایی که حدیث صحیح آمد از مقابل گپ احمد ابن حنبل، باز دیگه حدیث قبول کرده، گپ احمد ابن حنبل ترک کرده. حتی خود در کتاب نوشته میکنه ما مثل ابن جوزی نیستم، ابن کثیر نیستم که فقط پابند مذهب باشه. نه، پابند مذهب ما در وقتی هستم که موافق حدیث پیغمبر باشه. خودش نوشته میکنه. پس آن آل استعمار را ببینه، مسلک ازیره یا نظریه ازیره به نام وهابی مشهور کرد. چرا مشهور کرد؟ به خاطری که اونجا در کتابای سابق علیه عبدالوهاب یک فتوا صادر شده. حالی مردم بیچاره قدر کور است که تفکیک نمیتونه که این فتوا 1100 سال پیش علیه یک گروهی که واقعا خارج از دین بوده صادر شده. او فتوا 1100 سال پیش میگیرن میچسبانه در قرن 12 در این حرکت. حتی ابن عابدین رحمه الله صاحب فتاوای شامی او هم نوشته که ابن تیمیه خارجی است. ابن تیمیه در قرن 8 است، در قرن 8 است ابن تیمیه، و او فرقه در قرن 2 است. چطور شده میتونه؟ آیا یک کسی که در حال ما و شما یک پدری ما و شما، بابای ما و شما 100 سال پیش از پیشت وفات کرده، حالی کدام کاری که او انجام داده به نام از تو شهرت پیدا میکنی، تو را اون مردم بگویی درست است؟ نیست، کار خوب کرده، او پیش بوده. یهود و نصارا میگفتن میگه ما ابراهیمیستیم. چی؟ ابراهیم علیه السلام یهودی و نصرانی بود. عجیب گپ است. چه رقم یهودی و نصرانی بود؟ ابراهیم خلیل الله خو پیش تیر شده، یهودیت و نصرانیت خو پسان پیدا شده. در زمان جهاد ما و شما تنظیما پیدا شد، حزب اسلامی، حزب چی؟ حزب جمعیت، حزب حرکت. سید جمال الدین افغان رحمت الله علیه را بگوی که او حزبی بود، او جمعیتی بود. و برادر او خو پیش تیر شده از این احزاب کرده. یک پاچا احمد شاه بابا را بگوی پاچای افغانستان تیر شده بود، خب پاچای غیرتی او را بگوی که او حزبی بود، او جمعیتی بود. و مرده که او خو پیش تیر شده، حزب جمعیت خوالی پیدا شده، چطور او را حزبی میگی؟ این مردم چی نوشته میکنه؟ ابن تیمیه وهابیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه را میگه چی هست؟ محمد ابن عبدالوهاب خود در قرن 12 است و در قرن 8 است. 4 قرن فاصله داره در بین خود. چطور آدمی که 4 قرن پیش تیر شده او به مسلک 4 قرن بعد باشه؟ امکان داره؟ امکان داره؟ لیکن استعماری کار کرده. سعی کنی مسلک یا امو نظریه از او را محمدی معرفی نکرد. چرا؟ اگر محمدی معرفی میکرد خو مردم میفهمید که برای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم روان بود. لیکن گرفتن به نام پدر معرفی کردن وهابی. چرا؟ فتواهای سابقا بچسبه به ای. یک عالم عربستان رفته بود افریقا، در اونجا سر محمد ابن عبدالوهاب اعتراضات شده بود، گفته بود که خارجی بود. گفت چرا خارجی برش میگه؟ گفت عالم برجسته سابق ما چی کرده؟ فتوا داده. گفت کدام فتوا؟ فتوا را میکشه یکی از علمای خیلی بزرگ مالکی مسلک که شهرت خیلی زیاد در مملکت چی داشته، در قاره افریقا داشته، فتوای از او را میکشه. این عالم عربستان خنده میکنه. مردم میگه چرا خنده میکنی؟ گفت عجیب سوال. از شما سوال میکنم، این عالمی تاریخش یاد داری که در کدام قرن تیر شده؟ گفت بله در قرن 2. خیر گفتم کتابم بیاره که این در کدام قرن تیر شده. کتابم آورده. خوب، خیلی خوب. گفتی علم غیب داشت که فتوا میداد علیه محمد ابن عبدالوهاب که 1100 سال بعد یک شخص پیدا شد و او را فتوای خارجی را برش بده. یا علمایی که در افریقا بود یکی دیگه خدا سعی میکنه، حالی شرمیده نه، خجالت کشیده، حالی میگه نه این عالمی که خیلی شهرت داره در قرن 2 تیر شده و علیه او وهابی، او عبدالوهاب فتوا داده، چطور فتوای از او را میگیره دایی میچسبانی که این در قرن 12 آمده؟ او علما بسیار خجالت یافته. باز از اون مکتبشان امو علمایی که از افریقا آمده مناظره کرده قطع محمد ابن عبدالوهاب در سری پاچای حرمین، حتی من حیث اعتراض و احتجاج آمده، کلی اعمال و عقیده از یار پرسان کرده. امو وفدی که پاچای افریقا روان کرده بوده، امو وفد که پس رفته مکمل مردم
امی مسلک پذیرفته و بعد از او سلفیت در اونجا چی کرده؟ شیوع پیدا کرده. بازی تاریخ ها را کتابا را برش کشیده، دمو کتابخانه خودشان و علما بسیار خجالت کشیده. چرا؟ به خاطری که عجیب است فتوای سابق بپچسبان به او مردی که خیلی پسان پیدا میشه. مثل که حالی شیخ الاسلام ابن تیمیه را مردم وهابی میگه. محمد ابن عبدالوهاب در قرن 12 است و او در قرن 8 است. ایشوده میتونه که آدم قرن 8 در تنظیم کی باشه؟ قرن 12 باشه. اینی ادعای یهود و نصارا بود. چی گفتن؟ ام تقولون یا شما میگویید ان ابراهیم، یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام و الاسباط اولاد یعقوب علیه السلام چی دعوا داشتن؟ کانو بودن هودن یهود او نصرانی بودن و انبیاء علیه السلام خو سابق تیر شده. یهودیت و نصرانیت خو فعلا پیدا شده. چطور مردم سابق بگه در تنظیمی عالی باشه؟ این امکان داره؟ الله تعالی میگه چی عجیب گپ است. قل بگه پیغمبر علیه السلام انتم اعلمو، آیا شما خوب علم داره به حالات انبیاء علیهم السلام؟ ام الله، یا الله تبارک و تعالی علم داره؟ شما چرا دعوای دروغ میکنی؟ نسبت تهمت به دیگرها میکنی که وام یهودی و نصرانی بود. کدام ملا صاحب سوال کرده بود که پیغمبر علیه السلام در مذهب کی بود؟ گفت در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. الله رحم بکنه. تعصب انسان کور می سازه. حب شیء یعمی و یسم. محبت با یک چیز آدم هم کور و هم کر می سازه. یقینا باز حقایق نمیشنوی، حقیقت نمیبینی اثر. میگه پیغمبر علیه السلام در مذهب کی بود؟ میگه در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. الله چی میگه؟ و من ازلم، کس خیلی ظالم، ممن از کسی که کتم شهادتا پنهان میکنه شهادت، یعنی علم حق عنده که بنزدش است. علم حق پیشیت است تو بازم تو حقایق نمیگی. یعنی حقایق پنهان کردن ای در سرنوشت دین مردم نعوذ بالله بازی کردن است. حقیقت که پنهان کنی مردم در بدر است، پشت سر آیتا میه بخیر. در کتمان حق که الله تبارک و تعالی چی جزایی را مقرر کرده. چرا کتمان حق؟ کتمان حق سبب گمراهی مردم میشه، راز مردم پنهان میشه، گم میشه، مردم بیچاره در دوراهی باقی میمانه. مثل امروز واری اگر هر عالم در هر جایی که است لحاظ مردم نکنه، لحاظ تنظیم نکنه، لحاظ حکومت نکنه، لحاظ مذهب نکنه، از کتاب الله و سنت صحیح پیغمبر جواب بگوید، اختلاف وجود داره، دوراهی وجود داره؟ کلا قطعا وجود نداره. ما میگم وجود نداره. لیکن اینجا لحاظ دولت میشه، لحاظ بگوی مذهب میشه، لحاظ مردم بگوی میشه، اما حکم گول گول میگه، واضح نمیسازه، پرده دیش آورده رایسته، مردم فریب بیده. نکنه که مردم در بدر میشه. الله یهود و نصارا را که ملامت میکنه به می خاطر. چرا؟ در کتابای شما حقیقت دین پیغمبر واضح نشده؟ شخصیت پیغمبر براتان با کل اوصافش بیان نشده؟ از دو خاطر قرآن کریم پشت سر باز عذابش هم میگه. الله میگه من الله کیست که خیلی ظالم، ممن کتم شهادتن، کسی که پنهان میکنه علم حق شایدی را عنده که به نزدش وجود داره. پنهان میکنه از کی پنهان میکنه؟ من الله، از الله تبارک و تعالی. یک معنی که از الله پنهان میکنه، این خب پنهان کردن از الله است، الله روان کرده و این بیان نمیکنه. یک، او از الله خب پنهان نمیشه. دوم معنی اوتر بیان علم حق، یا اوتر شایدی را عنده که به نزد همی آدم قرار داره. امو شایدی که آمده من عند الله، از جانب الله برش آمده در کتابایشون، باز هم یا پنهان میکنه. لیکن یاد داشته باشه و ما الله نیست الله تبارک و تعالی بغافل، بخبر عما تعملون، از آن چیزی که شما عمل انجام میده. کدام را که شما نعوذ بالله پنهان میکنی، حقایق بیان نمیکنی، شما چه فکر داری که الله شما را محاسبه نمیکنه؟ الله براتون عذاب نمیده؟ علمای امروزی ما این آیت ها را بخوانه. این آیت متوجه تنها علمای یهود نیست برادران، این آیت متوجه هر کسی است که شهادت به نزدش موجود است از جانب الله. کسی که علم به قرآن داره، کسی که علم به حدیث داره، امی علم از جانب الله برش داده شده یا نشده؟ و باز امی حقیقت پنهان میکنه، نمیگه. آیا تو چی گمان داری که الله محاسبه قطع نمیکنه؟ الله غافل است؟ کلا قطعا نه. تلک امت قد خلت، بله او مردم ناز نکنه
شما خدا بسیار کلان نتراشه. میگه صحیحه که ما خود قدر چیز نیستیم که خود کلانای ما بسیار بزرگ تیر شده. کلانا که بزرگ تیر شده به خود مقام و منزلت داره، عملشان برای خود است. شما به خود شما به خود مسئولیت داره. از عمل خودتان، از عقیده خودتان سوال میشه. در مورد عقیده از شما سوال نمیشه، در مورد عقیده شما از او سوال نمیشه. همین قسم در اعمالتان شما تلاش کنی خود عقیده درست پیدا کنی، عمل درست پیدا کنی. تلک امتون و جماعتی که قبلا تیر شده، قد خلت یقینا پیش تیر شده، لها ما کسبت برای او جماعت نتیجه امو اعمالی از کسبت که خود برای خود انجام داده، ولکم برای شما ما امو نتیجه اعمالتان است کسبتم که خود انجام داده. هر کدام گروی عمل خود است. ولا تسالون عما كانوا يعملون، از شما هم سوال کردن نمیشه از آن چیزی که او مردما انجام داده. دو مورد از شما سوال نمیشه، پس که از شما سوال نمیشه در مورد شما از وا سوال نمیشه. هر دو رقم است. سیقول السفهاء من الناس، زود است که بگویه یا گفت اعتراض وقت کرده، خود چون که اعتراض همیطور یک دفعه نیست، مسلسل دوام داره. الله تبارک و تعالی خباثت دیگه یهود بیان میکنه. یهود چطور میخواهند علیه اسلام چی دشمنی را پیش بکنن؟ یادتان باشه یهود سرسختترین دشمن برای اسلام است. یک لحظه آرام نمی نشینه، تلاش میکنه چه قسم مقابله با اسلام بکنه. یکی از جمله شیوه های مقابله یا مبارزه از علیه اسلام امی بود که شبهه ها را ایجاد میکردن. یک تعداد مردمی که خب رسوخ در دین نداشت، واره بیچاره در دلشان شک ایجاد میکرد، در درویی قرار میگرفتن. قرآن برای ما معرفی میکنه که شک انداختن در دل مردم این شیوه یهود است. این شیوه چی است؟ یهود است. اتور گپا را میزنه که سبب تردد مردم شوه. یک تعداد مردمی که حقیقت خب ایمان در قلبشان راسخ نشده بود، با مجردی که تحویل قبله آمد، پیغمبر علیه السلام اول که هجرت کرد در مدینه منوره 16 یا 17 ماه نماز طرف چی خوند؟ بیت المقدس. دو روایت وجود داره. یک روایت است که پیغمبر علیه السلام از امی اولم حتی در مکان که بود نماز طرف بیت المقدس میخواند. در کعبه در جانب استاد میشد که کعبه هم دمی روی میآمد و روی هم طرفی کی می بود؟ بیت المقدس می بود. اولین نمازهایی که پیغمبر میخواند این طرف بیت المقدس بود. بعد از هجرت در مدینه به مو مسلک یا به مو شریعت باقی مانده بود، طرف بیت المقدس نماز میخواند. اما تمنای آرزوی پیغمبری بود که کعبه باید قبله برای مسلمان ها بگردد. الله تبارک و تعالی تحویل قبله را، تبدیل قبله را در اونجا سرش نازل کرد و پیغمبر مامور شد که طرف بیت الله روی خدا بگردانه. یک روایت است دیگه در اینجا یک دفعه نسخه آمده که روی اصلا طرف قبله اصلا طرف بیت المقدس بوده. الله تبارک و تعالی آیات روان کرد، قبله طرف بیت المقدس منسوخ شد، آل قبله طرف بیت الله شد. روایت دومی طور است که نه، پیغمبر علیه السلام در مکه مکرمه بیت الله قبلش بود. زمانی که در مدینه رفت اونجا طرف بیت المقدس نماز خواند. خو لیکن تمنا و آرزویشی بود که باز طرف بیت الله نماز بخواند. در اینجا دو نسخه میان. اول پیغمبر نماز میخواند طرف کعبه، بعد از هجرت در مدینه منوره مامور شد که طرف بیت المقدس نماز بخونه. یعنی تحویل قبله از بیت الله طرف بیت المقدس این منسوخ شد، از بیت الله منسوخ شد طرف بیت المقدس شد. باز بعد از 16 یا 17 ماه بعد پس از او باز مامور شد که پیغمبر طرف بیت الله نماز بخونه. در این صورت نسخه چند دفعه میشه؟ 2 مرتبه میشه. خیر به هر ترتیب الله تبارک و تعالی فلسفه تحویل قبله را ام اجمالا جواب میگه ام تفصیلا بر ما جواب میگه. در اینجا این گپا کلش واضح میشه. خو لیکن بسیار بهانه بزرگ و دامنه تبلیغات خیلی سو برای یهود میسر شد. زمانی که پیغمبر علیه السلام 16-17 ماه بعد طرف بیت الله روی خود دور داد عبادتا، یک سر و صدا پیدا شد، مردم زمزمه بود هر مجلس همین بود که چی رقم دین است برادران؟ یا طرف بیت المقدس نماز خواندن حق بود یا ناحق؟ اگر حق بود چرا عالی میگرده طرف بیت الله؟ اگر ناحق بودی قدر مردم که نماز طرف بیت المقدس خوانده و عالی وفات کرده، این نمازهای از یا چطور میشه؟ اینی و نمو شبه و اعتراض یهود بود که
زمزمه میکردن. و یک تعداد مردمایی که جدید الاسلام بود، بیچاره معلومات کافی در این مورد نداشت، در دوراهی قرار گرفتن. سخت تردد و پریشانی برشان میسر شد و این سبب گمراه کردن مردم میشد. نعوذ بالله. قرآن کریم بر ما بیان میکنه که یک کسی خواه دین حق هیچ دعوت نمیده، بلکه سبب مانع جور میشه برای پذیرفتن دین حق برای دیگران. یک تعداد علما در جامعه ما وجود داره، الله علمای حقانی را از او دور داشته باشه. او مردم نه تنها که مردم حق برشان تعلیم داده، بلکه مانع حق پذیرفتن دیگران هم شده. او مانع حق پذیرفتن دیگران چی رقم میشه؟ امو شخصی که یقینا به قرآن دعوت میده، اون مردم ها برش چی میگه؟ قطمه یک جای بوده پاکستان، ما او را میشناسم، قابل اتباع نیست، او آدمی خراب است. باز میگه اول خو براتون خواب قرآن حدیث میگه، خدا آخر شما را گمراه میسازه. این گپا را براتون میگه نمیگه؟ الله تبارک و تعالی مردم ها را جواب میده. خب این را چرا جواب میگه؟ این مسئله بسیار تاثیری بزرگ در دعوت پیغمبر علیه السلام داشت. پیغمبر علیه السلام بسیار خسته میشد، صحابه خسته میشد. الله تبارک و تعالی قبل از اینکه اعتراضا واقع شود، پیغمبر خبر داد که پیغمبر از صبر و حوصله کار بگی، تو همینطور آرام زندگی نمیتونی، این تو تبلیغات شوا که پرسان نکن. پشتی مردمی که حق پرست باشه دعوت به سوی حق میده، تبلیغات شروع میشه. کسی شاعر میگه، کسی چی دیوانه برش میگه. پیغمبر ها همینطور دیده. عالمی که رنج ندید در دینی خود، در دعوتی خود، عالم نیست. حقم قطش نیست، بیا کلی مردم قطش اتفاق داشته باشه، هیچ کسی قطش مخالفت نداشته باشه، نه سودخور، نه بینماز، نه دوز، بگوی نه نعوذ بالله، نه شرابخور، هیچ کس قطی کلگی است. هر جنازه را میخونه، اگر تابوتش از هر جای میآید، او جنازه را میخونه که کلی عمر در دشمنی اسلام در مملکت خارجی در جاسوسی تیر کرده. خوی مردکه در سر شاه عطا میخونه و به مردم هم میگه که خوب آدم بود. ایران میگه اینطوری مردم پیدا میشه، اینطور مردم است. پیغمبر علیه السلام الله تسلی میده. یا اعتراض کرده، خوی اعتراض یک دفعه نیست، مسلسل است، از خاطر تعبیر با مضارع کرده سیقولو. یا ایست که تعالی اعتراض نشده، وقت الله پیغمبر و صحابه را آگاه میکنه که رمی رقم گپا میشه. خب فکرتان باشه که اعتراضات بسیار اهمیت نداره. چرا نداره؟ کلی مردم نیست، بعضی مردم است. در بعضی مردم احمقاست، اما مردمی که عقلش نداره نمیگه که اعتراض سری الله تبارک و تعالی است. فرمانی الله است که به پیغمبر میگه این طرف نماز بخوان، او طرف نماز بخوان. ولی معتبر خوی نیست که نمازم طرفی کجا است. معتبر است که الله چی فرمان میده. معتبر است که الله چی فرمان میده او چی حکمت داره. حکمت نشه نمیسته که عالی معلوم کنه که کی واقعا از اخلاص و صداقت فرمان الله را پذیرفته، که هر طرف فرمان الله میرسه این چرخ خورده رویسته. چرا این تابع الله است. این طور مردم جدا شوه از اون مردمایی که نعوذ بالله بنابر خواهشات چی کرده؟ بگه دور میخوره هر طرف، این با هم جدا شوه. از او خاطر الله تبارک و تعالی عالی بیان میکنه سیقول السفهاء، زود است که بگویه او کسایی که عقل نداره. از این معلوم میشه هر کسی سری عملی پیغمبر علیه السلام، سری عمل کردی صحابه اعتراض میکنه. قرآن او را به نام صفی معرفی کرده، یعنی مردمای بی عقل کسانی هستند که سری عملی پیغمبر انتقاد داره، سری عملی صحابه کرام انتقاد داره. این عملی کی بود؟ روی کردن طرف بیت الله، عملی پیغمبر و عملی صحابه بود. امروز سری حدیث پیغمبر، عمل کردی پیغمبر که کسی انتقاد میکنه، او صفیه است. او صفیه است. کسی که رفع الیدین انتقاد میکنه، آمین بالجهر انتقاد میکنه، اشاره را انتقاد میکنه و دستار اینطور بالا کردن انتقاد میکنه، دست بسته کردن انتقاد میکنه، صفیه است. راستی هم صفیه است. چرا که به حدیث پیغمبر تعلق نداره، رابطه نداره، حدیث پیغمبر را نخونده، اما طور اعتراض انتقاد میکنه. البته میگه همین دین ما وحی آسمانی است، دیگه دین وجود نداره. قرآن میگه اینجا، خودش میگه من الناس، از مردم زود است که بگویا مردمای بیعقل از مردم، ما والله هم چی چیز باعث شد که یارا گردانید عن قبلتهم، از قبلشون که بیت المقدس است، التي هم قبله کانو که بودن علیها بالای قبله، یعنی رو طرف قبله میکردن.
قل بگوی پیغمبر علیه السلام جوابا میده، دو قسم جوابا، یکی اجمالی یکی تفصیلی. ای اول جواب اجمالی است. علت اولی تحویل قبله چیست؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام لله المشرق، در اختیار الله است، در ملکیت الله است مشرق و المغرب و مغرب. هر جهت که جهت ها در جهان دیده میشه کل جهت های کیست؟ در اختیار کیست؟ مهم نیست که کدام طرف الله فرمان میده، مشرق یا مغرب. یهدی من یشاء، هدایت بکن الله کسی را که الله بخواه، الی صراط مستقیم، برای مستقیم. پس تحویل قبلم در زیر نمی هدایت داخل است. کسی را الله تبارک و تعالی قلبش و باز می سازه، متوجه ای گپ است که امر فرمان از جانب الله است. بسر و چشم می پذیرم، مخالفتش نمی کنم، عقل جنگی نمی کنم، نمیگم که چرا، بلکه من مملوک هستم، زیر فرمان الله هستم که الله مرا میگه این طرف او طرف، خلاص. و كذلك جعلناكم امه وسطا، و كذلك مثل که نمی قسم در قبله شما را کامل ساختم، مرتبه و مقام و منزلت براتان دادم، اینمی قسم گردانیدم شما را امتا، یک جماعت وسطا، یکی درمیان است، لتکونو که شوی شما شهدا، شما شاهدا شوی علی الناس بالای مردم در روز قیامت و در دنیا هم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، باشه پیغمبر بالای شما شاهد، پیغمبر بالای شما شاهد شود. الله بیان میکنه که امت شما بهترین امت هستی، امت وسط هستی، درمیانه، افراط و تفریط حیات نداره، نه افراط میکنی نه تفریط، عقیده تان درمیانه است، مکمل موافق فطرت است. به خاطری که شاهدی بده بالای مردم در روز قیامت، یکی شاهدی بالای مردم در دنیا است، یکی شاهدی در آخرت است. در دنیا شاهدی بده، دو قسم شاهدی، یک شاهدی به این میده وقتی که یک کسی وفات میکنه شما نماز سرش میخوانی، مسلمان ها اگر همون مرده را شاهدی بده 40 نفر که شرک به الله نکرده باشه بگویه که آدمی خوب است، الله جنت برش واجب میکنه. یک جنازه تیر شد، صحابه گفتن بسیار خوب آدم بود، پیغمبر علیه السلام گفت وجبت. دوم جنازه تیر شد، گفت خیلی بد آدم بود، پیغمبر علیه السلام گفت وجبت. صحابه پرسان کرد یا رسول الله چی ثابت شد؟ گفت اول جنازه را مدح کردی، شما امناستی، شما شاهدای الله در روی زمین هستی. در مورد یکی شما شاهدی داده که آدم خوب بود، جنت برش واجب شد، ثابت شد. در مورد دوم شما گفتی که آدمی بد بود، جهنم برش ثابت شد. شما شاهد هستی. شاهدی دادن یومت بالای مرده است در دنیا. دوم شاهدی بالای دعوت و تبلیغ است. امت پیغمبر علیه السلام شاهدی میده که هر پیغمبر در امت خود رسالت خود به پای تکمیل رسانده، مردم در حق دعوت داده، هیچ نوع کمی کوتاهی و قصور نکرده. یکی شهادت در آخرت است. در آخرت الله تبارک و تعالی سوال میکنه از پیغمبر، ای پیغمبر کدام رسالت ذمه‌واری که برات داده بودم به امتت رساندی؟ پیغمبران علیهم السلام کلگی میگه که بله یا الله. بعد از امتا سوال میکنه، امتا را جمع میکنه الله، هر امت سوال میکنه پیغمبرت ذمه‌واری که من برش داده بودم براتان رسانده، شما را به دین حق دعوت داده؟ واقعی عذاب هیبتناک جهنم مشاهده کرده، آلی فکر میکنه که اگر انکار کنیم شاید رای خلاصی ما باشه. میگن نه پیغمبرها بر ما دعوت نداده. الله تبارک و تعالی سوال میکنه از انبیا علیهم السلام، سر ادعایتان که شما میگی رسالت ما ذمه‌واریش ادا کردیم شاهد داره؟ گفت بله، امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امت پیغمبر علیه السلام الله سوال میکنه شما شاهدی میده؟ گفت بله، هر پیغمبر به امت خود مکمل دعوت داده، رسالت خود تکمیل کرده. یک دم قوما میخیزه، احتجاج میکنه، انتقاد میکنه، ما از زمان سابق تیر شدیم چندین هزار سال پیش، این مردم ها آخری امت است که آمده، در زمان از یا ما موجود نبودیم. شاید کسی را میگه که در مو زمان موجود باشه، این امت که موجود نبود، شایدی از یا قابل قبول نیست. چرا در زمان ما یا موجود نبودن؟ الله تبارک و تعالی امت پیغمبر مخاطب قرار میده، چی میگی در انتقاد از یا؟ امت پیغمبر میگه بله یا الله، کتابی را تو روان کرده بودی توسط پیغمبری خود، او کتاب تمام داستانای انبیا علیهم السلام بر ما کما هو، امو رقم که بوده امو رقم بر ما بیان کرده بود. در اونجا کلی مسائل ذکر شده بود که پیغمبرها دعوت داده بود، خو امتا قبول نکرده بود.
برای تزکیه شاهدی امی اومد. از پیغمبر علیه السلام سوال میشه که تو کتاب آورده بودی، بیان کرده بودی؟ پیغمبر میگه بله. شاهدی امت پیغمبر در حق کل امتا قبول میشه. پس ای امت پیغمبر، مقام و منزلت تا میشناسی؟ ارزشی که تو داری به نزد الله میشناسی؟ آخری امت هستی، امتی که الله تو را معرفی کرده که سری امتهای دیگه شاهد باید باشی. شاهدی را که آدم داده میتونه؟ آیت بر ما چی درس میده برادران؟ خبرداری؟ خواهرا خبرداری که آیت بر ما چی درس میده؟ شاهدی را وقتی داده میتونیم که قرآن خوانده باشیم، داستانای انبیا علیهم السلام مکمل خوانده باشیم، سوره هود بخوانیم. سوره هود بخوانه که بعد از او براتان معلوم شود که انبیا علیهم السلام چی تکلیفایی کشیده و امتها در مقابل انبیا علیهم السلام چی کرده. یک پیغمبر نامده که مردم در گردنش گل انداخته باشه، تقدیر کرده باشه، بس کسی پیغمبری خود قتل کرده، کسی تکذیب کرده، کسی پیغمبر گفته که الا کرای ما را ایره بیرون بکشی، پیغمبر در منطقی خود باقی نمانده، بیچاره مجبور به هجرت شده. همینطور حالتا را دیده. اونجا بر ما معلوم میشه که قرآن نخوانده باشی شاهدی داده میتونی. ما ضرورت داریم که کتاب الله را بخوانیم، مطالب قرآن را بدانیم که قرآن برای ما چی حالتا را بازگو میکنه. او ما اگر داستانی انبیای سابقه را مطالعه بکنیم، طرز زندگی خدا میفهمیم که ما چی مسئولیت داریم در برابر پیغمبری خود. پیغمبر کدام شخصیت است و ما چی مسئولیت داریم؟ زندگی خدا با کدام سیستم پیش ببریم؟ آیا گپ پیغمبر رد کنیم یا نه که در خرد و بزرگی خود رجوع به سوی کی کنیم؟ پیغمبر. در تمام زندگی خود، کارهای زندگی خود رجوع به پیغمبر بکنیم که پیغمبر چی دستور میده. طفل ما تولد میشه، پیغمبر چی دستور داره در تولد طفل ما. ما توی داریم، پیغمبر چی دستور داره در مورد توی. مرده شده، پیغمبر چی دستور داره. ما قطعی کسی دیگر رابطه پیدا میکنیم، همسایگی میکنیم، قطعی دولت رابطه پیدا میکنیم، پیغمبر چی دستوراتی داره، چی تعلیماتی داره. رجوع کردیم؟ راستی تا نبگویم. ما رجوع نکردیم، نه در طفل پیدا شدن خود، نه در کلان شدن رجوع نکردیم. در نماز خود رجوع نکردیم که پیغمبر چی رقم نماز خوانده. در روزه خود عوام ما کلش وقتی که بیگاه میشه چی میگه؟ اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت و بصوم غد نویت. روایات خود ساختگی را یک جای میکنیم، خود دعایی که پیغمبر گفته او را یاد نداریم. عمر ما میبراید دعایی که پیغمبر گفته او را یاد نداریم. حدیث ضعیف یاد اللهم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، همین قدر آمده در حدیث ضعیف، اما در حدیث صحیح ثابت نیستی. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، این در حدیث صحیح آمده. فما کل عمر حدیث ضعیف، ملای امام امی دعا را یاد نداره. نان که میشینه الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا، بازوان نمیگه که وجعلنا، چی میگه؟ وجعلنا، ما گردانیدیم. فرقم نمیتونه در جعلنا و در جعلنا، در این قدر فرق نمیتونه. ملاهای ما دیگه ملا چی میگه؟ دعا کی میکنه؟ دستم بالا میکنه و این تعد نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. ای نعمت الله را شمار کنی پوره کردن نمیتونی. دعا بکو، شکر بکش، روڑی خور. تو ما را وعظ ایجا نکو، ایجا وقتی وعظ نیست، وقت شکر کشیدن است. الحمدلله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول ولا قوة منی. کل صفتای کمال برای الله است که مرا این طعام داد، این شراب داد بدون توانمندی و طاقت. اگر الله ای را همکاری نمیکرد این طعام برای ما جور میشد. اینجا بگو الحمدلله، شکرگزاری الله را بگو. دستم بالا نمیشه اینجا، این شکرگزاری سی دعا نیست. باز دعاها دو قسم است. در دعای موصول که از خود پیغمبر نقل شده، در اون دعا دست بالا، اگر او دعای ما دیدن است، اگر او دعای قبرستان است، اگر او دعای دسترخوان است، اگر او دعای مسجد داخل شدن است، بیرون شدن است، خانه داخل شدن است، بیرون شدن است، تشناب رفتن است، بیرون شدن است، این دعاها دعاهای موصول است. ما دیدن است، آذان است که میشنوی کلماتش جواب میگی. در کل دعاها دست بالا شدن نیست. پیغمبر بالا نکرده نمیکنی، همین قسم دعا میکنی خیر و خلاص. اگر تو دعا نکردی مردم میگه دیدی؟ دیدی؟ من خود گفتم که همون رقم است. بیچاره طالب تو عمل و سنت رسول الله بکو، دیدی میگه. دیدی از او چی مانا؟ از دین برآمده. از دین برآمده.
تا یه حد سر حد گپی ما رسیده، الله رحم بکنه. بله اگر ما رجوع نکنیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چطور شده میتونه که ما امتی باشیم که در روز قیامت شاهد باشیم؟ شهادت وقتی نصیب ما میگرده که ما قرآن بخوانیم، داستانهای انبیاء علیهم السلام با ما معلوم باشه. دوم قول و کذالک جعلناکم، اینمی قسم که الله تبارک و تعالی براتان قبله گردانید، کعبه را، به خاطری که کعبه وسط دنیاست، مرکز دنیاست. کل دنیا به اعتبار کعبه در وسطش قرار داره، خطوطی که بر ازی میرسه وسطیت ادعا داره. اینمی قسم جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امتی برگزیده، عادل، اینجا وسط به معنای عادل، شما را امت عادل قرار دادیم، لتکونوا شهدا، که شما شاهدا باشی، علی الناس، بالای مردم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر بالای شما شاهد باشه. ما شما را عادل گردانیدیم. ضرورت برای شاهد عدالت است و شما هم عدالت داره. بالکل قومی با انصاف هستی، تعصب معصب نمیکنه، طرفداری مرفداری نمیکنه، حق میگه. پس این امت وقتی این کمال پیدا میکنه که بالکل تعصب نداشته باشه، نه گروهی، نه تنظیمی، نه قومی، نه جغرافیایی، هیچ نوع تعصب نداشته باشه، نه مذهبی نه طریقی، تعصبات نداشته باشه، با انصاف قوم باشه، پشتیوانی حق باشه، که هر جای حق است طرفداری از او باشه. دوم ترجمه و کذالک، اینمی قسم جعلناکم گردانیدم شما را امتا وسطا، امت ممتاز، خیلی مرتبه بالا برتان دادیم. چرا؟ لتکونو، که شما شوی شهدا، بیان کننده حق، علی الناس، بالای مردم. مرتبه مقامی که برتان دادیم به خاطری دادیم که کلیتان این رسالت و ذمه‌واری داری که حق به مردم بیان کرده بری. الله اکبر. معلمین جور شوی، معلمین دعوتگرا جور شوی. مومن زندگیش بی دعوت نیست. هر مومنی که زندگی بی دعوت داشت مقام نداره، منزلت نداره. مقام و منزلت مومن در دعوت است. ما و شما باید دعوتگر باشیم، خود ساخته باشیم، دیگران را هم دعوت بدیم. لتکونو، که شوی شما شهدا، بیان کننده حق، معلمین، علی الناس، بالای مردم. چرا؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر باشه بالای شما بیان کننده حق پیغمبر بیان کرده برای شما توسط صحابه رسیده، شما هم به مردم بیان بکنی. از او خاطری امتیاز الله براتان داده، بهترین امت جور شده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این مقام برای شما در اینمی صورت است که شما دعوتگرا جور شوید، امر بالمعروف و نهی از منکر بکنید. اینی وظیفه تان شوه، اینی مسلکی تان شوه. کلگی را، تنها ملا را نمیگه، تنها عالم نمیگه، کلگی مومن اونمو کسی است. مرد ما دعوتگر، زن ما دعوتگر، جوان ما، پیر ما، کلگی دعوتگر. در هر مقام، در هر منطقه، در هر جایی که هستی دعوتگر باشی. در چوکی محترم کشیشتی دعوتگری تا شروع. اینی خصوصیت امت است و الله بر ما امتیاز داده. وسط بهتر هم میگه، ممتاز هم میگه، چیزی خوبه، چیزی که خیر است و خوب است او را میگه. او وسط ای را هم میگه که در میانه باشه. از این معلوم میشه که الله این امت در میانه پیدا کرده. در عقیده در میانه است، در عمل در میانه است، در اقتصاد در میانه است، در سیاست در میانه است، در ارزش‌های علمی در میانه است، در همه امور امتی در میانه است. افراط و تفرید درش وجود نداره. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، رای مستقیم است. قطعا افراط و تفرید درش نیست. در عقیده نه غلو داریم زیادت پیغمبر الله جور کنیم، نعوذ بالله، نه تفرید داریم که پیغمبر را قتل کنیم، نه یهود هستیم که پیغمبر را بکشیم، نه نصارا هستیم که پیغمبر را در مرتبه الله برسانیم. این امت وسطیت است. لیکن امروز نعوذ بالله این وسطیت باقی نمانده. یک ولی را ما در کجا برابر میکنیم؟ با الله. لیکن دیگه کس باز بگوی عالمی که حق پرست است او را نعوذ بالله از دینم بیرون میکشانیم. افراط و تفریط است. در عمل همینطور ما امتی در میان هستیم، عمل ما همینطور نیست. نصارا واره نیستیم که بالکل شب و روز کنج غاره بگیریم مسجد بس نماز بخوانیم. یهود واری هم نیستیم که ثبات تا بگار خفتن پشت مادیات دنیا بگیریم، هیچ عمل نداریم.
در وقت نماز میخوانیم، در وقت کار میکنیم، در وقت خواب میکنیم، در وقت نان میخوریم. تقسیم اوقات الله برای ما داده، همو قسم عمل میکنیم، نه افراط داریم نه تفرید. اقتصاد ما هم در میان است، نه نصارا واره رای زهد در پیش گرفتیم، دشمنی با تمام نعمتهای الله. برو دغار زندگی کو، نظافت مراعات نکو، نعمتهای الله را استفاده نکو، خود ضعیف کو، پیر لاغری امونجا بمون خیر و خلاص. و نه یهود هستیم که کلی هم و غم ما فقط پیدا کردن مادیات باشه. اسلام راهی در میانه را، هم عبادت که الله را بکو، هم پشت رزق روزی بگر، راه های معیشت تطلب بکو. الله و اسلام ما را امر کرده. این موقع ترجمه است، 8 بجه که خلاص شد برو در دکانی، برو در دفترت، برو در هر جایی که تو پشت کسب و کار میری خو از راه حلال. ترجمه برای تو یاد داد که چه رقم در دکان زندگی کنی، چه رقم در دفتر زندگی بکنی، چه رقم با مردم تعلق و رابطه بگیری. قرآن برات یاد داد معامله تا پیش ببر. اینی را دین اسلام میگه. ارزش علمی ما متوسط. ما این طورام نیستیم که هر صدا را بشنویم دنبالش بدویم. خوی طورام نیستیم که امو چیزایی که سبب ترقی و پیشرفت است نه نمیپذیریم. ملاهای ما 2 قسم است. یک تعداد ملاها میگه نه پشت موبایل اینترنت چیزا نگرد، گم کوشه بایخی. نه، انگلیسی بد است، زبان یاد کردن بد است، ساینس بد است، ریاضی بد است. نه اونطور نیستیم. میگیم کلی علوم خوب است، کلی علوم خوب است. آدم به اندازه کفاف است پیشش باید یاد بکنه. خوی طور نشوه که کلی عمر در او علوم میدی، قرآن و حدیث ترک است. یا کلی علوم کلی عمر در قرآن و حدیث دادی، از دیگه علوم هیچ استفاده نمیکنی. باز در میدان ساینس پیشرفت و ترقی مادی دست بسته اینطور استاد باش. دوران طالبا حکومت که آمد هر ملا رئیس شوه، هر ملا انجینر. تو برادر ملاست، انجینری رعایت نداره، دکتری رعایت نداره، هر چیز هر فن برای خود رجال داره. اسلام دینی همه جانب است، شامل است، کلی امور مراعات میکنه، در نظر میگیره که کدام چیز ضرورت است. هندسه ضرورت است، ساینس ضرورت است. خب اندازه ضرورت به اندازه ضرورت میباشه. یادتان باشه دوا همو قدر میخوری که علاج تو سرش میشه، همیشه او را کپا کده نمیخوری. جای نان نداره، ضرورت است. به اندازه ضرورت باید از او استفاده بکنی و پیشرفت و ترقی بکنی. امروز مسلمان بیچاره نه آخرت خدا گرفت نه دنیای خدا. آخرت خدا پابندی دین خدا نکرد، گذاشت دینه. نعوذ بالله نیم کله دین خدا میفهمد دیگه نه، و نه دنیا را گرفت که مترقی و پیشرفت مادی خو میداشت. هر دویش از دستش رفته. اسلام مانع نیست. نه، اسلام میگه در میدان ترقی قطع مردم مسابقه کن، خو لیکن دینت از دست ندی. ایتو نشوه که کلی ترقی را منحصر در قلوچ کردن و در چی بگوی نیمه پوشیدن ازار منحصر کنی، موقوف کنی. یک تعداد مردم ما که از غرب میایه و چی میگه؟ ترقی را در میدانه که بس زن در بازار بکش، کلوچ بگرده، خلاص یعنی ترقی است. و جنابی محترم تو اونجا رفتی کدام تکنیک یاد گرفتی؟ چقدر به این مردم در راه تکنیک کمک کرده میتونی؟ چقدر علوم پیشرفته را اونجا فرا گرفتی که امروز شاگردا را تو تعلیم داده میتونی که از تو سوال شود. ترقی و پیشرفت دهی نیست. و شعر علامه اقبال براتون گفته بودم نه؟ شعر علامه اقبال براتون است. علامه اقبال واقعا شخصیتی است. اول صوفی آدم بود بیچاره، نمیفهمید. اشعار مولانای روم خیلی زیاد دوست داشت، امور زمزمه میکرد. خب زمانی که در امریکا رفت، دنیای غرب مطالعه کرد، یک دم بیدار شد که مسلمان ها از کدام نگاه خواب آلوده هستند. از کدام نگاه مردم دید که مسلمان ها بیچاره بیخی خواب است. اصل علم پیش مسلمان ها، اما ثمره و نتیجهش دنیای غرب گرفته. و میگه قوت افرنگ نه از چند گوره با، نه ز رقص دختران بی حجاب، نه ز سحر ساحران لالروست، نه چیسته دیگهش، نه ز عریان ساق و نه از قطع موز. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. ببینی پیشرفت و ترقی از او به او نیست. میگه ای که دخترایشان نعوذ بالله ساقای پایش معلوم میشه، قطع مور ده اینجا کرده او چیسته نعوذ بالله
بچایش خدا خب مثل ساحرا واری ساخته که مردم فریفته به او میشه، به او نیسته. از علم و فن کار گرفته در میدان ترقی کرده. تم ترقی بکو، تم محنت بکش، تم زحمت بکش. اینی را میگه اسلام دینی درمیان است. ایرارم بند نمیسازه سری تو. ملاهای جامع یک تعداد همینطور است. ما میگیم وسایل ضرور است، خود دست اهلش. اینترنت ضرور است، خود دست اهلش. موبایل ضرور است، در دست اهلش. تلویزیون ضرور است، در دست اهلش. در نااهل، در دست نااهل. اسلحه است، اسلحه خراب کننده است. اگر در دست تو بیا جهاد سرش میکنی، خود در دست دشمن است که تو را زده رویسته. امروز اینترنت تو را زده رویسته، موبایل تو را زده رویسته، تلویزیون تو را زده رویسته. تو در مقابل همونطور شبکه هایی که او داره تو باید داشته باشی. اگر او سریال نشر میکنه، تو یک درس کیمیا را نشر کن. اگر او سریال نشر میکنه، تو ترجمه قرآن نشر کن. اگر او سریال نشر میکنه، تو امو احادیثی که در مورد ازدواج است امو را نشر کرده برو دیگه. و مقابله داره، تو مقابله بکن، تو در این میدان پیشرفت بکن. از این خاطری امت وسط است. جمود در این نیست که حتما بس خیر و خلاص. یک تعداد مردم همینطور است. خو اینطوره آزاد هم نیست. از نظر اجتماع بالکل اسلام میخواد با هر کس تو باید تعلقه و رابطه خوب داشته باشی. خود چه رقم خواه اینطور نه که تو دو ذوب شوی بری هم هویت و شخصیتت بیخی از بین بره. و اینطور هم نه که نه 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 من قطعی کسی ندارم. نه، دنیا الله پیدا کرده به روابط. رابطه تا قایم بکن، با جهان بساز. چه رقم بساز؟ در کام استعمار خدا نده که هر چیز دستور میده تو همو کار بکن. نه، به اندازه ضرورت قطع از رابطه داشته باش، از وا بگی، قطع از معامله بکن، هویت و شخصیت و دینت زیر پا نشوه. ایره امت وسط میگه. دین ما دین وسط است. اسلام یک امرش پیدا نمیکنه که دو افراط و تفرید باشه، زیادت و کمی باشه. هر حکم الله اگرچه در ظاهر امر بعضی اوقات یک امر به انسان بسیار خراب معلوم میشه، فکر میکنی که اینمی تباهی است، حالان که مصلحت تو درک کردن نمیتونی. وگرنه او دینی چی هست بگی واسه. نه کل گوشتار اسلام حرام کرده، نه کل گوشتار حلال. آن چیزی که مضر است حرام، آن چیزی که مفید است حلال است. همه قسم است. در همه امورش اسلام امیر را در پیش گرفته. خلاصه سخن از نظر اخلاق، از نظر عقیده، از نظر عبادت اسلام دینی چی است؟ وسط. نه افراط داره نه تفرید. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما مقرر نکردیم در شریعت امو قبله را التي امو جهت كنت عليها که تو بودی بالای او قبله، یعنی تو روی طرفش میکردی. الا لنعلم، مگر ما گردانیدیم مقرر کردیم لنعلم که واضح بسازیم در بیرون در میدان عمل. اموطور خب الله معلوم است، خدا میدان عمل به شما هم نشان بده. لنعلم که جدا بسازم یا واضح بسازیم در میدان عمل. کی را؟ من کسی را یتبع الرسول که تابعداری پیغمبر میکنه، ممن از او کسی که ینقلبو باز میگرده علی عقبه به دو پاشنه خود. این حکم کی قبول میکنه کی نمیکنه. یکی از جمله اهداف تحویل قبله امیسته که اینجا مؤمن از غیر مؤمن منفک بسازه، تفکیک شوه. آلی کیسته که عقل خدا میجنگانه و کیسته که فقط تابعداری پیغمبر میکنه. الله تبارک و تعالی یک حکمت اینه میسته. چرا این کار میکنی؟ پیغمبر کرده. اکثر برادرها میان سوال میکنه چرا دو رکعت خفیه خوانده میشه، چرا فلانی جهر، چرا فلانی نماز جهر خوانده میشه، فلانی خفیه، چرا در اینجا 10 رکعت است، در اینجا 5 رکعت است، در اینجا 4 رکعت است، در اونجا 9 رکعت است. چرا نگو. پیغمبر اینو طور کرده و میکنم، بس عقل نمیجنگانم. ما به این مکلف نیستم که مصلحت و فلسفه هر چیز باید بدانم، که بدانم خب باز همه چیز برام چی شد؟ هویدا شد. باز خب به منافع خودم است کرده رویستم. بان که من یک دفعه امتحان شوم که خودم ندانم، اما الله برام بگه که کار بکو که منفعت داره، بپذیرم امر الله تبارک و تعالی را. تحویل قبله همی طور است. عقل جنگی نکن. اگر عقل می جنگونی ولله المشرق والمغرب، با الله خو مشرق و مغرب کل جهت است. اما اینمی میدان آزمایش امتحان است که کی علی تابعداری پیغمبر میکنه، مطابق پیغمبر نماز میخوانه، و کی نعوذ بالله باز میگرده که چی رقم پیغمبر است. یک دفعه ای طرف نماز میخوانه، یک دفعه او طرف ما را ریشخند جور کرده، نعوذ بالله. از او خاطر الله میگه
و این کانت لکبیرتا، بله بسیار سخت است. شریعت اینمی طور امر امتحان میکنه، ده سختی امتحان میکنه، بسیار ده سختی امتحان میکنه. چرا؟ سالا همو طرف نماز خوانده ای، اون سال فتقتی او طرف گرفته ای، یک دفعه بری تو امر شوه که اینی طرف بخوان، حالی دل آدم زود قبول نمیکنه. امروز که سر ما تابیداری سنت سخت است. چرا سخت است؟ بگوی سالها ده بدعت بودیم، او برای ما دین معلوم میشه. همیشه بعد از نماز با هیئت اجتماعی قطب الله صاحب دست بالا کردیم یا نه؟ حالی که کسی نمیکنه، یک دفعه ناشنا برش معلوم میشه. یک تا نفر که میاد مسجد ما ناگهانی میانه که برابر میشه. اول خو حالات مردم ما را میبینه که پایا را میچسبانه، او با پای خود دور کرده میره، او میچسبانه. این برش ناشنا معلوم میشه. دوم باز انتظار میکشه، دم الله سعی میکنه با مردم سعی میکنه، دم الله سعی میکنه که حالی دعا میکنه. آخر یک دفعه میتور با قار دسته میتور میگیره که میبره میگه چی رقم مسجد هستی؟ نه دعا نه این گپا. به نظر از او میاد که اوهو این دعا را باید اجتماعی نکردی، چی رقم نماز؟ او بیچاره خبر نداره که دعایی که مردم میکنه بدعت از خلاف کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این مردم عمل و سنت میکنه. در مسجد ما که بیا که در تراویح مردم شیشتا آلی میره او میخورن، نه تسبیح گفتن است نه آیت گفتن است، حیران میمانه این طرف اون طرف سعی میکنه که چرا اینطور است؟ چرا؟ به خاطری که ملا صاحب خو بیان نکرده. امو رقم که مردم دیده یادم میگه اینمی شریعت است، اینی وحی چی است؟ آسمانی است، دیگر رقمش نیست. از او خاطر حیران میمانه. بله این بسیار سخت تمام میشه. مسلک سابق خود اعلا کردن گپی عادی نیست. قرآن میگه و این کانت لکبیرتا، اگر چمی تحویل قبله تبدیل عادت خیلی گرنگ است، دشوار است، سخت تاثیر داره، الا مگر نداره علی الذین، بالای کسانی که هدی الله برش هدایت کرده باشه. باز الله قلب اعلا میکنه، قدرت الله. راستیتان بگویم همینطور بود یا نه؟ از همی گشتنیتان پیش چی رقم بوده؟ منجمر اینقدر سخت بوده که پرسان نکو. خب یک دفعه که این طرف گشته قلبتان بسیار گشاده شد یا نشد؟ همینطور است. الله که هدایت کنه باز دیگه قلب انسان باز گپارا میپذیره. بس در قلبت محبت پیغمبر جا میگیره، باز عقلت در کار نمیندازی، باز میگی چی میگی؟ پیغمبر کرده بس میکنه، باز مس سری جراب میکنی. تا که محبت پیغمبر نامده سری جراب چی رقم مسا شوا میاقت ده جاری جنجالا میندازه. حالی همی جراب، حالی چرا مسا شوا؟ شریعت گفته مسا شوا، شریعت آسانی آورده، چرا نکنیم؟ حالی در سفر سنت نخونیم جمع بکنیم دو نمازه، پیشین قطی دیگر شام قطی خفتن هر کدام میشه در وقت دیگهش، پیشین در وقت دیگر در وقت پیشین، شام در وقت خفتن در وقتی. حالی طور هستن؟ نه دلی ما قبول نمیکنه. خب ما میگیم محمد رسول الله کرده صلی الله علیه و سلم. این گپا در دل هر کس نمیفته، ای را یاد داشته باشه. این دل نیسته، یعنی تو بربرک میکنه. خب محبتی پیغمبر که در قلب افتاد باز میگی من از محمد رسول الله کده تقوادار نیستم، از محمد رسول الله که خشیت الله در قلب ما زیاد نیست، از او کده مقام و منزلت بالا ندارم، توانمندی عبادت هم از او کده بالا ندارم که من لاف بزنم که من بگوی برخصت عمل نمی کنم، همیشه عزیمت میکنم. بس میپذیرم پیغمبر اینطور کرده من میکنم. قرآن هم میره میگه و ما کان الله لیضیع ایمانکم، نیست الله که ضایع بسازه ایمان شما را. اعتراضات زیاد شده بود، مردم سراسیمه شده بود، یهود خیلی زمزمه میکرد همی گپا را. مردمای سابق کی رفته اینطور است، حالی هم همیطور میگه خو پدرای ما که به می عقیده از همی آقا بند گرفته بود، از همی به می قبر رفته بود، مریضه برده بود، وا چی طور شد؟ دعا برش بکن، دعا که الله برش جنت بده، دیگر پرسان نکن. الله بلا در گردن کی؟ مولا او را چیزی نگفته بود. حالی تو خودت باید فکر بکنی، رای حق بپذیری، پشت بندا نگردی، در قبرا نری برای حاجت رواییت. اگه پدر کده چی کنیم؟ پدر جان خو مولا دمو وقتی چیزی برش گفته امور قبول کرده، گپی مولا را من حیث گپی دین قبول کرده. گپی چی؟
ملا صاحب میدانه جواب دادن که آیا گپ دین برش گفته یا گپ شکمه، به توحید دعوت داده یا به شرک دعوت داده، به سنت دعوت داده یا به بدعت، به عمل نیک دعوت داده یا به معصیت، کدامش دعوت داده او میدانه کارش. اینجا یک ایخو ایمان شد. ایمان از بین نرفته، بلکه یکی از جمله اجزای عبادت ما نماز است. یعنی نمازا که باطل شود خو ایمان مکمل از بین رفته. جواب داد که نه، ایمان از بین نرفته، الله ضایع نکرده. تا وقت شما مامور به مو طرف بوده امو طرف بوده. دوم مانا اینجا ذکر ایمان مراد از پیشش نماز است. چرا؟ به خاطری که حدیث است نماز یکی از جمله رکن اعظم چیست؟ ایمان است. تعبیر به ایمان به خاطر میکنه که اهمیت نماز معلوم شود. الله ضایع نکرده ایمان شما را. نمازایی که طرف بیت المقدس خوانده بالکل قابل قبول بوده. خود اونجا فرمان الله امو طرف بود، امو طرف خوانده. ان الله بالناس، یقینا الله تبارک و تعالی به مردم رؤوف الرحیم، خیلی مهربان ذات است. الله تبارک و تعالی هر امر اگر تغییر میده بنابر مهربانی که الله داره بالای مخلوقی خود، رحیم مطابق انمو مهربانی رحمم میکنه، حکم و فرمان میده که این طرف نماز بخونه یا این طرف نخونه. از او خاطر شما سراسیمه نشوید. قد نرا تقلب وجهک، یقینا ما بار بار میبینیم رو دور دادن وجه که روی تا، بار بار گردانیدن روی تا فی السماء طرف آسمان. چرا؟ پیغمبر علیه السلام انتظار وحی بود که جبریل امین علی میآید و بر ما فرمان میده که روی تا طرف بیت الله بگردان. فلنولینک قبلة ترضاها، یقینا ما میگردانیم خامخا تو را قبلة دو طرفی که ترضاها خوشی تو میآید. این وعده است. الله اول وعده داد که پیغمبر علیه السلام خوش شود، بعد از او فرمان میده که روی تا بگردان. اینو فرمان میده فولی وجهک، بگردان روی خدا، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کعبه، و حیث ما کنتم، ده هر جای که شما هست فولو بگردان وجوهکم رویایتانه، شطره طرف امو مسجد حرام، طرف مسجد حرام. و ان الذين اوتوا الكتاب، یقینا کسانی که برشان کتاب داده شده، لیعلمون انه الحق، دیگه حکمت بیان میکنه الله. کسانی که کتاب برشان داده شده دو قسم مردم هست. یک قسم مردم که ضد و عناد داره، حقیقت امر میپوشانه، حقیقت امر به مردم بازگو نمیکنه، از او خاطر اعتراض انتقاد برای ازی میکنه که مسلمانان در دوراهی قرار بگیره. خو یک طایفه الله حقم پیدا کرده و حقایق برملا میکنه. لیعلمون، خب میدانه انه الحق، که همی تحویل قبله یا همی پیغمبر ثابت و واقعیت داره من ربهم، از جانب پروردگارشان. چرا؟ در کتابایشان ذکر شده بود پیغمبر آخر زمان در مدینه هجرت میکنه، اینی قدر وقت نماز طرف بیت المقدس میخونه. اگر عالی تحویل قبله نمیشد او مردم میگفت که امو پیغمبر نیست. چرا؟ اگر امو پیغمبر میبود پس روی طرفی کی میکرد؟ کعبه میکرد. از او خاطر، به خاطر که اعتراضی اینمی یهود دفع شد. و ما الله بغافل عما یعملون، نیست الله غافل بخبر از آن چیزی که این مردم انجام میده. تمام روز گوشکانی تبلیغات سو شایعه را پخش میکنه که چه رقم دین است، چه رقم پیغمبر است، از جان خودی کارا میکنه. الله مکمل از یا خبر داره. الله خبر داره. امروز در حق شما چقدر گپا گفته میشه در مجلس ها؟ مردم میگه نمیگه؟ یکی دیگه خدا میگه خوارزادت خیلی سخت خراب شده. چقدر خوب بچه بودو، حالی او روز دیدم که در مسجد رفت الیدین میکرد. او روز دیدم که بسیار خراب شده. این خرابی میگه، همینطور میگه نمیگه؟ این گپا شروع میشه. خو الله میگه، پیغمبر علیه السلام صحابه را تسلی میده، ما و شما هم در تسلی داخل هستیم که الله بیخبر نیست از آن چیزی که مردم عمل میکنه. ولئن اتیت الذین، اگر تو بیایی عناد و ضد از یاد سرحد رسیده که بین خودم جور نیستن، این مردم ها واقعا عناد و ضد داره. ولئن اتیت الذین، اگر تو بیاری به او کسانی که اوتوا الکتاب، کتاب برشان داده شده یهود و نصارا، بکل آیت، به تمام دلایل که بالای تحویل قبله وجود داره بیاری هم، ما تبعو قبلتک، تابعداری قبله تو را نمیکنه. مراد از قبله تمام دین است، یعنی قبول نمیکنه تمام دینی تو را. چرا؟ یا عناد و ضد داره، خدا کلان میتراشه، میگه ماستیم دیگه کس نیسته، مردم باید تابعداری ما باشه. این قدر مردم انحصار طلب است.
و ما انت بتابع قبلتهم، خود تو هم تابعداری قبله از وا نیستی، یعنی مکمل دین تابعداری از وا را نمیکنی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، ضد و عناد زیاد سرحدی رسیده که بعضی از یا تابع قبله بعضی دیگران است. یعنی یکیش صخره بیت المقدس بری خود قبله جور کرده، دیگهش بیت اللحمه. در کدام جایی که تولد عیسی علیه السلام شده هر کدام بری خود نعوذ بالله قبله داره، او یکی قبله دیگر را تایید هم نمیکنه یا خیلی ضد و عناد داره. تو خیلی گله نکو از این مردم، تا توقع نداشته باش. چرا؟ این مردم ها ضدی است، این اعتراض ها را میکنه. ولئن اتبعت اهواءهم، بله در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر علیه السلام تابعداری خواهشات ازوا را به هیچ وجه نمیکنه. چرا؟ پیغمبر معصوم است. تابعداری ازوا کردن مثل تابعداری یک آدمی که نعوذ بالله حقیقت نمیشناسه از او تابعداری بکنه. الله میگه ولئن اتبعت اهواءهم، اگر تو تابعداری کردی از خواهشات ازوا. چرا؟ و کدام نظریه و مفکوره که داره سند و دلیل نداره، دینی که ادعا میکنه به اساس دلیل نیست، یک مشت خواهشات است. اگر تو تابعداری یک مشت خواهشات ازوا را میکنی، من بعد ما جاءک، پس از اینکه آمده برات من العلم، از علم، یعنی قرآن برات آمده حقایق منکشف ساخته، بازم تو وارد تابعداری کنی، انک اذا لمن الظالمین، یقینا تو میشی از جمله کسایی که ظالم است، حدود مراعات نکرده. در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر خو نمیکنه، ما تو را آگاه کرد که اعتراضات و شبهات یهود و نصارا در دین تو را متاثر نسازه که فقط نعوذ بالله تابعدار ازوا شوی. و انتقاد اعتراض خیلی زیاد داره. الذين آتیناهم الکتاب، کسانی که ما دادیم برش کتاب، یعرفونه و میشناسه پیغمبر یا تحویل قبله را، کما یعرفون ابناءهم، مثل که میشناسه اولاد خدا. بالکلی واقعیت ها را در کتابشان واضح شده، اما نشانه ها را در این دین، در این نظام، به این قرآن، در این پیغمبر دیده مکمل خود میشناسه. بلکه از عبدالله ابن سلام زمانی که پرسان کرد گفت بله ما در مورد اولاد خود شک دارم، خود مورد پیغمبر علیه السلام شک ندارم. از اولادم آگاهی ندارم که زنم در کجا خیانت کرده باشه، اما در مورد پیغمبر شک و شبهه ندارم. که امو اوصافی که در تورات ذکر است او به او صادق بالای کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این فریق منهم، یقینا یک جماعت از یا قرآن چقدر کتاب انصاف است، یک دله میگه، کلی دله نه. اما مردمی که نعوذ بالله اعتراض داره، انتقاد داره. و این فریقا، یقینا یک جماعت منهم از یا لیکتمون الحق، حق میپوشانه. و هم یعلمون، خوب میفهمه که حق چطور است. یک و هم یعلمون، میدانه که پنهان حق سبب بدبختی مردم میشه. اگر ما این حق بپوشانیم مردم یک دین نمیشه، متحد نمیشه، راه ها متفرق میشه، بدبختی جور میشه. خب میدانه که این کار نادرست و نارواست، لیکن بازم میپوشانه حق از روی ضد و عناد. که چرا پیغمبر در بین ما نآمده؟ معلوم شد که در بین یهود مردم خوبم بوده، خرابم بوده. یک تعداد مردم بالکل میفهمه که حق است، بیانم میکنه، خو یک تعداد مردم اصلی واقعیت میپوشانه. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق چی را میگه؟ ما حق از کجا بشناسیم؟ الله برای ما حق معرفی میکنه. حق اموست که از جانب الله باشه. حق کدام است؟ که از جانب کی باشه؟ قرآن از جانب الله است، حق است. پیغمبر از جانب الله است، حق است. تشریع قرآن که پیغمبر میکنه و ما ینطق عن الهوا، از خواهشات خود نمیکنه، این هم چی است؟ حق است. بس حق اموست که از جانب الله باشه. گپی ما و تو حق شده نمیتونه. تعریفی حق کرده، یک جواب، یک ترجمه. دوم الحق من ربک، تحویل قبله، یعنی تحویل قبله از حق ثابت است از جانب پروردگارت است. انتقادا و اعتراضات مردم سبب تردد تو نشوه. باز در تو را میگم دیوال تو بشنو. است پیغمبر علیه السلام که تردد نمیکنه، ما و شما در محل تردد واقع میشیم. عالم یهود و نصارا فقط مطالعه کتب اسلامی را میکنه، یک نقطه را پیدا میکنه که سری تو چی کنه؟ اعتراض انتقاد بکنه. و بری تو میگه کسی کو این در دینی ترگه با آمده، حقیقت امر نمیفهمه، خود از ظاهر یک نوع اعتراض میشه و سری تو انتقاد میکنه. فلا تکونن من الممترین، تو نگردی از جمله شک کننده ها. اگرچه اعتراضا و شبهه ها زیاد است، خود تو شک نکنی. چرا؟ بری تو خو معلوم شده که حق از جانب الله است
و تحویل قبله بالکل واقعیت داره. ولکل وجهة هو مولیها، برای هر کس یک جهتی را مقرر کردیم، قبله مقرر کردیم. هو که همی شخص مولیها، روی گردانیده طرف همی جهت است. فاستبقوا الخیرات، شما پیش تصدیق کنید در امور خیر، در امور خیر از دیگرها کده سبقت بکنید. وجهتون در اینجا به معنای قبله و جهت است. ولکل وجهتون، برای هر فرد یا هر ملت وجهتون یک قبله است. هو مولیها، که همی طایفه و همی جماعت و همی فرد مولیها روی گرداننده است طرف همی قبله. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر شما سبقت بکنید. اینجا به معنای قبله است وجهتون. هر ملت یک قبله داره، کسی یک طرف کسی دیگه طرف، هر کس دعوای قبله را داره. خود شما سبقت بکنید در او چیزی که خیر باشه. خیرات اینجا دو معنا داره. یک معنا فاستبقوا الخیرات، شما در او امری که مطابق شریعت باشه در او شما جلتی بکنه. حالی اینجا پرسو سوال عقل جنگی نکنه، مثل که ولکل وجهتون، برای هر طایفه و افراد وجهتون طرف قبله است، جهت است. هو مولیها، که او روی خود طرف یزو میگردانه. هر کس دعوا داره جهت ما خوب است و عبادتی که ما میکنیم قابل قبول است. خو لیکن فاستبقوا الخیرات، عقل جنگی نکنه، شما پیشرفتی بکنید به او کاری که موافق شرع باشه. خیرات جمع خیر است. خیر امو چیزی را میگه که موافق قرآن و حدیث باشه. شما پشت قرآن و حدیث بگردی که موافق باشه، امو را بگیری. یک ترجمه است. دوم ترجمه وجهتون به معنای هدف است. هدف، هر قوم بری خود هدف داره، روی خود که کدام طرف میگردانه، چی کار میکنه، یک هدف داره. الله میگه ولکل وجهتون، برای هر فرد و هر امت وجهتون یک هدف است. هو کمی آدم مولیها، روی خود طرف هم هدف گردانیده. فاستبقوا الخیرات، شما در کاری خیر مسابقه بکنی، پیش دستی بکنی، یعنی کاری که شریعت تایید میکنه قرآن و حدیث، در او شما سبقت بکنی از دیگرها، او را هدف قرار بده، دیگر هدف قرار نده. در این صورت معلوم میشه یک کسی هدف داره قبر، یک کسی هدف داره نعوذ بالله چیسته تعظیم یک درخته، کسی هدف پیرپرستی را داره، کسی عالم پرستی را داره، کسی حاکم پرستی را داره، هر کسی زیارت داره، هر کس یک هدف داره و طرف همو هدف تلاش میکنه، تدابیر میگیره، حرکت میکنه. مؤمن الله چی دستور میده که در کدام هدف حرکت بکنه؟ الله میگه فاستبقوا الخیرات، در کدام کاری که شریعت او را خیر گفته و شریعت او را خیر معرفی کرده، از دیگرها کده او را هدف قرار بده و از دیگرها سبقت بجوی، یعنی شما پیش شوی، دستور میده. مفسرین از این آیت استنباط میکنه که هر کاری که موافق شریعت است شما باید جلتی بکنه، یعنی پشتی سر نباشه. اگر او جماعت است، اگر او صدقه است، اگر او نماز است، اگر او مرکز تعلیم دین است، در هر معامله که موافق شریعت باشه شما دنبال رو نباشه، پیشتاز باشه. به خاطر که کسی که اول امر شریعت انجام میده، پشتی سر که هر کس سری از او عمل میکنه، در او عمل ای آدم شریک میشه. از او خاطر مومن باید بگه پیشتاز باشه، در ردیف اول قرار داشته باشه، اول نمره در کارهای خیر باشه، نه ای که نعوذ بالله دنبال رو بود. مسجد جور میشه، اول پیسه پرتو، ترجمه قرآن میشه، اول پیسه پرتو، جماعت میشه، اول استاد شو. در هر امر پشت اول بگرد. معلوم شد که همت مومن الله تبارک و تعالی بالا معرفی میکنه. از ما مطالبه مطلق عمل نیست، بلکه از ما مطالبه است که از دیگران در ردیف اول قرار بگیریم، یعنی ما اول نمره باشیم. آلی اول نمره مسابقه در کدام چیز ضروری است؟ ستاره افغان خو اول نمره در آوازخوانی میکنه، از کل که در اول میشه. ما را میگه نه، در او اموری که خیرات است در او باید انسان اول نمره باشه. چقدر امتحان بزرگ است. آیا انسان میتونه که خدا اول نمره معرفی بکنه؟ صبحی نماز خوان در جماعت رفته بود، در صف اول گرفته بود، تکبیر اولا را گرفته بود یا نگرفته بود، تلاوت قرآن کرده بود، اول در تهجدی خیسته بود. چقدر کلی اولیت ها را انسان در نظر بگیره، اینی را مؤمن واقعی و هدفمند میگه. الله از ما مطالبه نمیطور کارا را میکنه که ما اول باشیم، دنبال رو نباشیم. اینما تکونوا یأتی بکم الله، در هر جایی که شما هستی آمدن میکنه برای شما الله تبارک و تعالی جمیعا، تمامی تانه، یعنی در هر قدر جای دور و مختلفی که شما پراگنده قرار داره و هر عملی نیک انجام میده، به نزد الله تبارک و تعالی جمع شده نیست. اینطور نگو که مردم هر طرف روان است، یا راه ها مختلف است، تنظیمات زیاد است،
هر گروه میگه ما حق هستم، دیگهش میگه ما حق هستم. آلی چطوری گروه های مختلف جمع شده میتونه؟ الله میگه کلگی را جمع میکنیم. ان الله علی کل شیء قدیر. به هر گروه پاداش میدیم، جزا میدیم. امو رقم که او انجام داده، کدام عملی که انجام داده، الله میگه ما پاداش میدیم. چرا؟ به خاطری که اگر خوب باشه خوب، اگر بد باشه بد. چرا؟ سر ماست که باید پاداش بدیم. ان الله علی کل شیء قدیر. یقینا الله بالای تمامی چیزا قدرت داره. پس هر کس جزا و پاداشش داده میتونه. اگر عمل نیک باشه پاداش نیک، اگر بد باشه پاداشش چی است؟ جزای بد است برش. و من حیث خرجت، از هر جایی که تو بر آمده پیامبر علیه السلام، فولی وجهک، بگردان روی تا شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و انه للحق من ربک، یقینا نمی تحویل قبله، للحق، حکم محکم و ثابت است، من ربک، از جانب پروردگار، نسخ مسخ قبول نداره. و ما الله بغافل، نیست الله غافل عما تعملون، از آن چیزی که شما عمل میکنه. و من حیث خرجت، از هر جایی که برآمده، فولی وجهک، بگردن روی خود شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، در هر جایی که شما هستی، فولوا وجوهکم، بگردانی روی های خود شطر او طرف مسجد حرام. چرا این امر تاکیدی براتان میشه؟ لئلا یکون للناس، بخاطر که باقی نمانه برای مردم، علیکم بالای شما، حجتون، ضرورت و دلیل. مردم سرتان اعتراض نکنه. چرا؟ اگر روی طرف بیت الله نمیگشتاندی، یهود هم اعتراض میکرد، میگفتن که در کتابی ما پیغمبر اینی قدر وقت نماز طرف بیت المقدس میخونه، خب بعد از او روی خود طرف بیت الله میکنه. اگر تحویل قبله نمی آمد، انتقاد یهود بالای تو میشد که بله امو پیغمبر نیست. چرا پیغمبر اینی قدر مدت طرف بیت المقدس نماز میخونه، باز طرف بیت الله میخونه. دوم انتقاد از طرف مشرکین هم بود. مشرکین میگفتن که تابع میل هوای خود است. تا وقتی که در مکه بود روی خود طرف بیت الله میکرد، لیکن وقتی که از مکه دور شد روی خود طرف بیت الله نکرد. حالی که تو پس روی طرف بیت الله بکنی، این انتقاد و اعتراض از وام دور میشه. در اینجا تاکید آمده که من حیث خرجت فولی وجهک، 3 مرتبه پیغمبر علیه السلام آمده. بعضی مفسرین میگه چون اعتراضات دشمن خیلی زیاد بود، الله برای تاکید امر چیستا ای گپا را ذکر کرد که امر مؤکد است، ای قطعا باید عمل شوه، شبهات و اعتراضات مردم مانع عملی گپ نشوه. او بعضی میگه یا تکرار نیست، بلکه هر کدامشان در یک محل و محمل علیحده علیحده بیان شده. اولش که الله تبارک و تعالی فرموده که فولی وجهک، مراد از پیشش داخل مسجد حرام است. و دوم دفعه که برش گفته در او مراد از پیشش بیرون از چیست خانه است. سوم مرتبه است که و من حیث خرجت، از هر جایی که برآمده پیغمبر علیه السلام، فولی، رو بگردان وجهک، روی خود شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، در جایی که شما مستی اومد، فولوا، بگردانی وجوهکم، روی هایتان شطر او طرف مسجد حرام. لئلا یکون للناس، بخاطر که باقی نمانه برای مردم، علیکم بالای شما، حجتون، دلیل. یهود هم سرتان اعتراض نتانه و مشرکین مکه هم. یهود اعتراض میکردن که پیغمبر آخر زمان یکی از نشانه هایش است که بعد از نماز خواندن طرف بیت المقدس روی خود طرف بیت الله باز میگردانه. اگر این تحویل قبله نمی آمد، برای از وا خب بهانه جور میشدن، میگفتن که پیغمبر آخر زمان نیست. و برای اهل مکه هم انتقاد و اعتراض بود. چرا؟ و میگفتن این پیغمبر تابع هوای خود است، نعوذ بالله. در جایی که میره دین جدیدی را، رنگ جدیدی را به خود میگیره. وقتی که با بیت الله پس رو بگردانه، برای از یاد دیگه حجت باقی نمیمانه. در اینجا آیات 3 مرتبه پیغمبر علیه السلام و همچنان امت هم 3 مرتبه مامور شده که روی خود طرف بیت الله بگردانه. مفسرین یک تعداد قائل به است که تکرار برای عزیز است که اعتراضات و انتقادات یهود خیلی زیاد بود، سر و صداها زیاد بود. از او خاطر الله تکرار بیان کرد، به خاطر که مردم در اشتباه واقع نشوه و بدانه که حکم الله تبارک و تعالی است، باید عملی شوه. صحابه همینطور بودن تا آلی رم مسجد ذی القبلتین در مدینه منوره وجود داره که صحابه برشان خبر آمده و روی خود طرف چیست بیت الله دور داده. خب بعضی مفسرین و فرق میکنه که نه، این 3 مرتبه که الله تبارک و تعالی بیان میکنه، یک مرتبه داخل مسجد حرام است که الله تبارک و تعالی میگه اگر در داخل مسجد حرام هم هستی، روی طرف بیت الله بگردان.
و یک مرتبه در بیرون مسجد حرام است که خارج باشه از مکه و مدینه و یک دفعه که در حالت سفر روان است به این خاطر است. این تفکیک یا جدایی را در بین ارسه تاکید امر کرده. بعضی میگه که نه، در یک جایی که الله تبارک و تعالی امر کرده که بگردان روی طرف قبله، در اونجا شهادت و علم اهل کتاب الله ذکر میکنه. چرا که اهل کتاب در اول گفته بودین الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انه الحق من ربهم، از وا سند پیش میکنه که یا این گپ خوب میدانه. در دومش ای بود که شهادت الله را ذکر کرده بود که الله تبارک و تعالی الحق من ربک است. در سومش دفع حجت بود که لئلا یکون للناس علیکم حجتون است. بعضی مفسرین دیگر رقم تشریح میکنه و فرق قائل است. اول میگه ایجاب بود، الله واجب گردانید یعنی فرض گردانید که روی بگردانید. در دوم امر به طریق دوام است، اشاره به این میکنه که امر موقت نیست بلکه دوامدار است. سوم کسی میگفت احتمال نسخ را داشته باشه، در سوم مرتبه الله فرمان داد که نه نسخ قطعا آمده نمیتونه. برای مؤمنان چرا دو مرتبه امر شده؟ یک مرتبه برای ایجاب که بله اینی فرضیت برای شما هم است، تنها برای پیغمبر علیه السلام نیست. دوم دفعه برای از اینکه حجت دفع شود، مردم کدام انتقادی که داشت او از بین بره. لئلا یکون للناس، به خاطر که باقی نمانه برای مردم علیکم بالای شما حجتون دلیل باقی نمانه که باز بگویه که در کتابی ما ذکر شده که پیغمبر روی خود طرف بیت الله میگردانه و این نگشتان، این حجتشان تمام شود. الا الذين، الا به معنای لکن است، لکن الذين ظلموا منهم، لیکن او کسایی که ظالم است منهم از یا و اعتراض خود قطع نمیکنه همیشه مسلسل، اینمی دیدنشان است، عادتشان است، اینمی قسم کارا را کرده رایسته. خو لیکن شما از این اعتراضا انتقادان چی غم نخوری، هراس نداشته باشی. فلا تخشوهم، شما نترسی از این مردمایی که ظالم است که اعتراض میکنه یا انتقاد میکنه از نگاه ضد و عناد. وخشونی، الله میگه از ما بترسی در انجام دادن عملی که الله شما را فرمان میده از هیچ کس نترسانه. ولیتم نعمتی، دیگه علتش است، قبله را به خاطر دور دادم که تمام کنم نعمت خدا علیکم بالای شما، مثل که هدایت به سوی قبله دادم، اینمی قسم نعمت دیگر را بالای شما تکمیل بکنم که او نموسته، او تمام نعمت است که داخل در جنت بکنم. ولعلکم تهتدون، دیگه به خاطر که شما هدایت یافته شوید. در اینجا الله تبارک و تعالی درس دیگری را به ما و شما داده رایسته. در زمانی که قبله دور خورده بود، مردمایی که اعتراض ظالم بودن و اعتراض خود قطع نکردن، همیشه میگفتن. اما در مقابل اعتراض مردم چی میشه؟ که انسان بترسه رای مداهنت در پیش بگیره به خاطر که مردم چیزی برش نگویه. ای آیت وعید شدید در مقابل علمای است که همیشه برای خود ایله جور میکنه، نامش حکمت مونده و میگه ما به خاطر اینجا موافقت امرای مردم میکنیم که مردم با سر ما انتقاد و اعتراض داره. خب قرآن کریم میگه که از مردم انسان نترسه، در انجام عمل به حکم الله تبارک و تعالی از مخلوق انسان نترسه، از الله تبارک و تعالی آدم بترسه. یقینا آلی هم امی قسم حالت وجود داره، انتقاد اعتراض مردم زیاد است. اما مردم انتقاد اعتراض میکنه که ظالم است، یا خود در شرک مبتلاست، بزرگترین ظالم مشرک است نعوذ بالله، یا است که حق نمیشناسه، گپ در جایش مانده نمیتونه. چرا؟ خود عامیسته، نه قرآن خونده نه حدیثه، از او خاطر اعتراض سری راه های سنت داره، سری اعمال سنت داره. خب ما تو چی بکنیم؟ آیا اگر مردم اعتراض بکنه سری سنت عمل نکنیم، ما او را ترک بکنیم؟ نه، قرآن برات میگه که نه، از مخلوق نترس. از کی بترس؟ از الله تبارک و تعالی. بی در کدام جایی که حکم الله عملی نمیشه، در اونجا حکم الله پایمال میشه، به این خاطر که مردم خوش شوه. در اونجا از الله بترس، از مخلوق الله نترس. هلی اسقاط میشه، مرده افتاده، بعد تو بیان بکنی، مردم خود سری تو تاپا میلگانه. شاید در همون جمع کسی در مقابلت بخیزه، انتقاد و اعتراض بکنه، تو را یهود و نصاران بگویه، دودش نامم بکنه، باز اعلان جنگم قطعت بکنه. خود تو از الله بترس، بفهمی که اینجا موقعش هسته که تو این بیان بکنی. دیگه الله تبارک و تعالی گفت که من تمام نعمت سر شما میکنم. تمام نعمت در چی میشه؟ نعمت الله تمام وقتی میشه که انسان پابند تعمیل حکم الله باشه. حکم الله که هر طرف برد میاد، امور رقم تو انجام میدی.
دیگه الله میگه که این بنده مرا سعی کو، تابعدار خواهش نیست، تابعدار عقل نیست، تابعدار موافقت قوم نیست، تابعدار فرمان ایمه است. هر طرف که فرمان ایمه میآید امو طرف امیر عمل میکنه، از او خاطر الله نعمت خود تمام میکنه. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مثل که اینجا مثل که اتمام نعمت قبله را بالایتان کردیم، این همی قسم ارسلنا فیکم روان کردیم در بین شما رسولا پیغمبر منکم از جنس خودتان. حالی در اینجا قاعده است که رهبر انسان می باشه، چرا که از تمام حاجات انسان آگاهی داره، از تمام ضمیر از او خبر داره، درد و رنجش میدانه، تکلیف و حالت خوشحالی از او را احساس کرده میتونه. از این خاطر رهبر باید اینمی قسم از جنس خودی مردم باشه. یکی از جمله نعمات الله تبارک و تعالی بالای مخلوقش امیسته که از جنس خودشان پیغمبر روان میکنه. آمدن پیغمبر نعمت بزرگ است. اینجا چی درس بر ما میده آیت قرآن کریم؟ همین قسم پشتی سر هم میآید که الله تبارک و تعالی میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پیغمبر فرستادن نعمت الله است. پیدایش پیغمبر نعمت نیست. پیغمبر پیدا شده بود خو لیکن نعمت بر ما نبود. تا 40 سال مردم زندگی جاهلیت پیش برده، تا 40 سال مردم نعوذ بالله دخترها را زنده به گور کرده، تا 40 سال حقوق یتیم و زن پایمال شده. خو نعمت شده نمیتونه. نعمت پیغمبری پیغمبر است. مثل که در اینجا الله میگه کما ارسلنا، مثل که نعمت قبله را براتان دادم، روی شما را طرف بیت الله گشتاندم که قبله همه انبیاء علیهم السلام است، اینمی قسم نعمت دیگر را براتان تکمیل کردم که پیغمبر را در بینتان روان کردم. چی وظیفه داره پیغمبر؟ یتلو علیکم آیاتنا، که تلاوت میکنه بالای احکام ما را. اگه او احکام تعلق به عقیده داره، به عمل داره، به اخلاق داره، به زندگی اجتماعی داره، به نظام خانواده داره، به معاملات داره، بیع شراء، اما مسائل پیغمبر تمامی مسائل احکام الله تبارک و تعالی را توسط قرآن کریم بری شما تلاوت میکنه. یک منصب رسالت پیغمبر همی تلاوت است. و یزکیکم، اصل هدف است که شما را تزکیه کنه، در شما اینطور عقیده غلط و نادرست موجود نباشه و همچنان اعمال ناشایسته نشوه، اخلاق ناپسندیده نباشه. پیغمبر به این خاطر آمده که اینمی تربیه را در بین شما بیاره. اینجا الله تبارک و تعالی میگه تزکیه توسط چی میاد؟ توسط کمک گرفتن از آیات الله تبارک و تعالی است. اشاره میکنه تمام کمالات مادی و معنوی انسان توسط کتاب الله تبارک و تعالی حاصل میشه. یعنی اینمی کتاب الله تلاوت میشه، بعد از تلاوتش احکام ازی فهم میشه، بعد از فهم احکام ازی اعمال درست انجام داده میشه، امرای اخلاق. از او خاطر درجه علمی و عملی انسان بالا میره، یقینا انسان تربیه درست میشه. اینجا اصل هدف پیش ذکر کرده، به خاطر ازی که اشاره میکنه که تلاوت اصلی مقصد نیست، اصلی مقصد تزکیه است. انبیاء علیهم السلام آمده که افراد واقعا افراد درست و سالم جور بکنه، تربیه سالم برشان داده شود. و یعلمکم الکتاب، تعلیم میده شما را کتاب. اینجا اشاره به این میکنه که تعلیم کتاب میده، یعنی مطالب مقاصد قرآن کریم هر کس درک کرده نمیتونه، بلکه مقاصد قرآن توسط پیغمبر بر ما بیان میشه که مراد از آیت چی گپ است، یعنی حکم چی قسم متعلق ما میشه، این تعلیم پیغمبر میده. والحکمت، اصل در اینجا چند ترجمه است. تعلیم میده کتابه که اصل دستورات است، والحکمت تعلیم میده کتابه که قرآن کریم است که اصل یا قانونی تمام دستورات و فرمان روایی های الله است. والحکمت تعلیم میده سنت، یعنی پیغمبر علیه السلام به عمل به قول تشریح میکنه قرآن کریمه. یا حکمت میگه رازها و اسراری که در کتاب الله تبارک و تعالی وجود داره، کلی معانی درست است. و یعلمکم، تعلیم میده پیغمبر شما را ما و طور علومی را لم تکونو که نبودی شما تعلمونه که میدانستی. امتای سابقه خبرایش برای شما بیان میکنه، قصای انبیاء علیهم السلام، حالات ضروری که در آینده در پیش روی انسان ها میاد، کلش پیغمبر براتان بیان میکنه. در این آیت اشاره به ایسته که پیغمبران علیهم السلام رهبرای اجتماعی است، همه جانبه، یعنی رهبری اخلاقی هم است، رهبری دینی هم است، رهبری اجتماعی هم است. پیغمبری طور نیست که یک چیز رهبری کنه دیگه چیز رهبری نکنه. از همون خاطر است در حالت نبودن پیغمبر حالت دیگرگون میشه. چرا کسی نیست که انسانها را سوق کنه طرف راه درست.
از دو خاطری نعمت بزرگ دیگه الله تبارک و تعالی است. فذکرونی اذکرکم، یاد کنی مرا الله میگه من شما را یاد میکنم. فذکرونی اذکرکم، وقتی که این نعمت های بزرگ براتان شده، یکی از نعمت ها را آمدن پیغمبر بود، پس مرا یاد بکنی که این نعمت بزرگ بالایتان کردیم. چه رقم یاد بکنی؟ یعنی مرا یاد بکنید تمام عقیدتان، عملتان، رجوعتان طرفی ما باشه، نه در طرف کسی دیگه. من شما را یاد میکنم، یعنی من بر رحمت خود یاد میکنم شما را. فذکرونی، شما مرا یاد کنید به دعا کردن. اذکرکم، من شما را یاد میکنم به قبول کردن دعایتان. فذکرونی، مرا یاد کنید به طاعت و عبادت. من شما را یاد میکنم به رحمت. فذکرونی، یاد کنید مرا به مجاهده و کوشش کردن در راه خدمت دین. من شما را یاد میکنم به مشاهده که دیداری خدا نصیب شما میکنم. فذکرونی، در عاجزی و تضرع مرا یاد کنید. من شما را یاد میکنم به فضل و احسان خود. فذکرونی، یاد کنید مرا در جماعت مخلوق. من شما را یاد میکنم در ملائکه. فذکرونی، مرا در حالت فراخیتان یاد کنید. من شما را یاد میکنم در حالت تنگیتان. فذکرونی، مرا در دنیا یاد کنید. اذکرکم، من شما را در آخرت یاد میکنم. فذکرونی، مرا یاد کنید در عبادت. من شما را یاد میکنم به چی؟ به استعانت و کمک کردن. این کلی ازی در اینجا داخل است. الله تبارک و تعالی میگه مرا یاد کنید. ذکر الله، ذکر چند قسم است؟ حقیقت ذکر چیست؟ اصل حقیقت ذکر الله را در یاد خود آوردن در کل شعبه های زندگی، چه خرد باشه چه بزرگ باشه، در هر شعبه الله در یادت باشه. الله در یاد بودن چی معنا و مفهوم داره؟ الله در یاد بودن این معنا و مفهوم داره وقتی در موتر بالا میشم با کدام ادب بالا شوم، کدام دعا را میخوانم. آیا ما آلی دایی موتر که بالا شدیم رفتن انتقال ما تا یک جایی را، این کلش در اختیار کدام ذات است؟ تو باید اینجا اعتراف بکنی. لقمه که میخوری، کاری که میکنی، همیشه الله در یادت باشه. اصل روح ذکر نمیسته. ذکر الله امیر میگه یعنی در زندگی دی تو یک کار انجام ندی که خلاف فرمان الله باشه، بلکه در هر موقعی که رسیدی الله را در یاد بیار و مطابق فرمان الله کار انجام بده. روح ذکر نمیست، حقیقت ذکر نمیسته. اما این تقسیم میشه، یکی ذکر به لسان است، یکی ذکر به قلب است، یکی ذکر به اعضا است. ذکر به لسان ثنا گفتن، یادآوری امون نعمت الله تبارک و تعالی است. ذکر به قلب ایرا میگه که الله تبارک و تعالی را فراموش نکنی، نسبت نعمت به الله بکنی. او ذکر به اعضا ایرا میگه که سرینمی نعمتی که الله برات داده شکرگزاری بکنی، عمل بکنی. ایرا ذکر چیسته؟ به عمل میگه. آلی در ذکرها که سه قسم شد، قلبی، لسانی و عملی. بزرگترین ذکر و نموسته که هر سه دیش باشه، هم در عمل الله در یادت باشه، هم در زبان سبحان الله و الحمدلله میگی، و هم بگوی چیسته در قلب تفکر بکنی. در حقیقتی طور است که ذکر زبانی چیسته ذریعه میشه بلای تعامل در قلب، که تو در قلب تعامل بکنی. بعد از تعامل در قلب تو را وادار به این میسازه که سرش عمل بکنی و روان شوی. اینی را به نام ذکر یاد میکنه. بزرگترین عبادت در قرآن کریم که خیلی زیاد ذکر شده ذکر است. او این طور عبادتی است که شرط و شرایط زیاد هم کار نداره که الله طرف قبله شاورتی تا پټکو استاد با فلان کیفیت بخوان. نه نه نه، در هر حالت به هر قسم که تو میخوادی الله تبارک و تعالی این را اجازه کرده، یعنی ذکر عام کرده. خود چون که عبادت است، کیفیت عبادت باید چی شود؟ کیفیت عبادت باید از طرف پیغمبر برای ما تشریح شود. از همون خاطر ما مخالفت با اذکار نداریم که پیرا ذکر میکنه. مردمی که در حلقات شریک میشه اکثر میگه که مولوی ما خود ذکر میکنیم دیگه، این خو بد نیست، ما ذکر بد نمیگیم. اما با کدام کیفیت ذکر شود، با کدام سیستم ذکر شود. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه در یک مسجد داخل شد، دید که اونجا ریگار مانده، یکی دیگه خدا میگه که اینی قدر بخوانی لا اله الا الله را، اینی قدر. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرما ما را از این مسجد بکش، از مسجد بدعتیا. چرا؟ یاد در دین پیغمبر بدعت ایجاد کردن. الله تبارک و تعالی از تو حساب میگیره که چند دفعه گفتی. ما دو قسم اذکار داریم، یکی اذکار است مقید، یکی اذکار مطلق. اذکار مقید تعداد و مقدارش معلوم است، مثل تسبیحات واره متصل نماز فرض خوانده میشه، تعداد و مقدارش هم معلوم است. 33 دفعه سبحان الله، 33 دفعه الحمدلله، 34 دفعه الله اکبر داخل یا 33 دفعه یوم داخل لا اله الا الله وحده
لا شریک له را اضافه میکنیم. خو یکی اذکار مطلق داریم، او قید مید نداره، وقت نداره. از همون خاطر اذکاری که ما میکنیم به نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه و ذکر واقعی باشه. در زمانی که کدام کلمات ما انجام میدیم او کلمات سنجیده شده باشه، منافات با اسلام نداشته باشه. بسیار ذکرایی طور میشه که در اونجا کلمای چی میشه؟ نعوذ بالله ناروا گفته میشه، استمداد از او طلب میشه و او را نعوذ بالله طوری معرفی میکنه که کل سرگردانی ها اگر به این زیارت بیایی، به این چی بیایی، بس باز دیگه از بین میره. اینی قسم اذکار ما که مخالفت میکنیم که طریقیش از پیغمبر ثابت نیسته، مردم فریب میده، اصلا ذکرام نیسته. شما یه حلقات ببینی همونطور به اصطلاح نعتخوانی میشه، نعتخوانی هم نمیشه. چرا؟ نعت خود صفت پیغمبر میگه که بیان شوه، یا صفت پیری خدا در پشتو و در فارسی و در اردو گفته رایسته و کلای خود از جانای خود شور میده و این حلقه ذکر معرفی میکنه و اینجا این حلقه ذکر شده نمیتونه، به خاطری که چیست از طریق پیغمبر علیه السلام به این سیستم و کیفیت ذکر نقل نشده. از همون خاطر یک تعداد برادرای ما از او خاطر زیاد که بیاد ترجمه بشینه میگه سیکو برادر ذکر بد میگه. ما مطلق ذکر بد نمیگیم، و ذکری که موافق کتاب الله و ذکری که پیغمبر بیان کرده با مو سیستمی که پیغمبر نقشه داده امو قسم انجام داده شوه. این قرآن خودش کتاب ذکر است، بزرگترین ذکر کتاب قرآن است. ما دعوت به قرآن میدیم، گاهی مخالفت از زیر نمی کنیم، اما اذکاری که به طرز و طریقه مردم و ملا صاحب و پیر صاحب جور شده که در حدیث پیغمبر برش کیفیت و طریقه نداریم، اینی را ما رد بکنیم و او ذکر گفتم نمیشه. ذکر کلمات قرآن کریم است، ذکر و نمونه که در حدیث صحیح پیغمبر ثابت شده باشه، در غیر از او ذکر شده نمیتونه. ای را میگه فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکرگزاری مرا بکنه، ولا تکفرون، ناشکری و ناسپاسی نعمتای مرا نکنه، واشکروا لی، شکر مرا بکشه. کدام نعمت که برایتان داده شده مثل پیغمبر واره شکرگزاری مرا بکنه. شکرگزاری از الله چیست؟ الله تبارک و تعالی چیست که در اینجا میگه؟ یعنی امون نعمتی که الله داده او را صحیح استفاده کردن، استعمال کردن. زبان الله داده، دست داده، پای داده، گوش داده، چشم داده، الله تبارک و تعالی داده، این را در جای درستش استفاده کردن. خب یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای کسایی که ایمان آورده طلب امداد بکنه به صبر کردن و صلات به نماز خواندن. ان الله مع الصابرین، یقینا امداد الله امرای کسایی است که صبر کننده است. الله امرای صابرین است، امو رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. در اینجا الله بعد از او بر ما میگه که طلب امداد بکنه به صبر و به نماز. انسان چقدر نیاز داره زمانی که انسان در مشکل واقع میشه، راه ها سرش بند میشه، حالی دیگه چاره ای نداره کدام طرف توجه بکنه. توجه از این کدام است؟ یگانه چیزی که انسان پشت پناهی میده، اعتماد اتکا انسان قوی میسازه، اون نماز است. چرا در نماز کدام راهی که سری تو مسدود شده بود باز میشه. میگی که حال اعتماد اتکا به ذاتی است که سری همه چیز قدرت داره و همه کار کرده میتونه. در نماز امو یأس و ناامیدی که در انسان پیدا شده او را دور میسازه. در وجود تو که کدام عقیده و قوت است او را دیگه چی میکنه؟ قوی میسازه، تقویت میبخشه. از امو خاطر بود که پیغمبر علیه السلام هر نوع مشکل، هر نوع رنجی که برش پیدا میشد دستی که در رو به سوی چی می آورد؟ نماز می آورد. از امو خاطر نماز رابطه انسان با الله تبارک و تعالی برقرار می سازه. مرحله زندگی پیغمبر علیه السلام هم همینطور مرحله تیر شده که او چی میکرد؟ مرحله زندگی پیغمبر علیه السلام هم اینمی قسم بود که هرگاه مشکل سرش می آمد توجه طرف نماز میکرد. یک درس خوی شد. دوم درس صبر کردن، استقامت ورزیدن، تحمل مشقات و تکالیف کردن. اینی راز کامیابی یک انسان است. یک انسان وقتی در یک میدان کامیاب میشه که از صبر و استقامت کار بگیره. ترجمه قرآن کریم از صبح تا 9 بجه تا 8 بجه خوب چی بکو؟ بشنو و سری خود چی بکو؟ سختی را بیار. چرا؟ به خاطری که الله تبارک و تعالی تو را مورد امتحان قرار داده. و این امتحان انسان کامیاب وقتی میشه که از صبر کار گرفته شود. صبر یقینا در حقیقت پایه یا ستون برای کل عبادت هاست. هیچ عبادت الله بدون صبر در سر نمیرسه.
خود صبر هر کس میتونه یا نمیتونه. الله برای ترغیب این امر میگه ان الله مع الصابرین. امداد الله امرای کسایی است که وا از صبر کار میگیره. سه قسم صبر است. یکی صبر علی الطاعات، نماز که میخوانی آلی در شیطان یک درو چخ کده رویسته که زود بخوان، رکوع را زود بکن. از همون خاطر اکثری مردم هم میبینی که وضو را کرده میباشه خود نماز آنقدر زود میخونه که پرسان نکن. منظور شیطان است که از اینمی عمل و از اینمی محنتت هیچ نوع اجر تو نبری، هیچ نوع امتیاز تو نگیری، وسوسه در دلت میکنه. نه، صبر علی الطاعات اینمی را میگه که طاعت الله را بسیار به اطمینان و آرامش انجام میدی. در سر روزه صبر کردن صبر علی الطاعات است. چرا طاعت الله را در نظر گرفته با وصف گشنگی و تشنگی تو مرتکب خوردن نوشیدن نمیشی. و یکی صبر عن المعصیت است، از گناه خود نگاه کن. موقع و مقام گناه برات میسر است تو صبر بکن. صحیح است که موبایل ها عکسای خیلی زیاد داره، تو خود نگاه کن. از اینترنت خود تو خود نگاه کن. از کاری غلط تو خود نگاه کن. ایره چی میگه؟ صبر عن المعصیت. یکی صبر بالای مصیبت است. سر انسان شک نیست که در دنیا مصائب گوناگون میاد، گاهی فقر میاد، گاهی مریض میشه، گاهی مشکل دیگری پیش میشه، مثل که پشت سر در آیت میاد. خو انسان رای خود گم نمیکنه، بلکه اون میگه که الله تبارک و تعالی است. خب ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل، شما نگوی برای کسی که کشته میشه فی سبیل الله در راه الله تبارک و تعالی اموات، چی نگوی که یا مرده است، هم اموات که یا مرده، بل احیاء بلکه یا زنده است، با زنده برزخی ولکن لا تشعرون، لیکن شما شعور نداره با زندگی از و نمیفهمه که وا چه قسم زندگی داره. چرا این زندگی در عالم دنیا نیست، در عالم برزخ است. الله تبارک و تعالی مؤمنان را دعوت به سوی صبر و نماز داد. مرحله اول است. زمانی است که پیغمبر در جهاد نمیره، اولین مرحله است. آلی مسلمانان نمیتونه مقابله بکنه. الله هم یک لحظه را اموتر آرام نگذاشته، بلکه الله تبارک و تعالی اموتر حالت هم باید پر بسازه انسان به یکی آماده برای مقابله و رویارویی با دشمن شود. اینجا مقابله با نفس میکنی، جهاد با نفس میکنی در نماز و کنترل میکنی خدا. خو نمی قسم یک مقابله دیگر هم با ابلیس میکنی. چرا؟ به خاطری که اونجا تو را نمیگذاره در جهاد عملی، او تو باید قدم پیش بمانی، جهاد عملی را انجام بده. از قرآن معلوم میشه که انسان باید اول تمرین جهاد نفس بکنه. تا وقتی که انسان تمرین نشده باشه در جهاد با نفس که توسط نماز و صبر مقابله میشه. در جهاد عملی که مسئله سنگر است، در اونجا آدم کامیاب شدن نمیتونه. از او خاطر صبر و صلات یک تمرین و مقدمه برای آمادگی جهاد عملی است. در جهاد عملی انسان زیاد که مورد تعرض قرار میگیره گپ و گداز مردم است. یک تعداد مردم وقتی که کسی شهید میشه باز میگه سیکو این آدم بیچاره‌گک گپی ما را قبول نداره، رفت خود کشت او در بدر شد. آلی الله تبارک و تعالی فلسفه را بیان میکنه که مردکه کسی که در راه الله کشته میشه او را اینطور یک مرده عادی نگویی. اصلا او در زندگی جاودان رفته، تو اصلا نفهمیده، این حقیقت کشف نکرده. چرا؟ به خاطری که برای کامیابی یک دعوت دین ضرورت به چی است؟ به یک سلسله قربانی ها است. تا که ما با خون خود امی دعوت آبیاری نکنیم ای میوه گرفته نمیتونه. پیغمبر علیه السلام همینطور بود. در او زمان این آیات های قرآن کریم سخت چی میکرد؟ فایده میرساند. خیلی زیاد مهم بود. چرا؟ فضای کی بوده؟ فضای منافقین بود. منافقین همیشه میگفتن سعی کنی این مسلمان ها تعدادش چقدر کم است، با یک قدرت بزرگ جنگ میکنه و چی معامله میکنه و خود در قتل میده. سعی کو این زندگیش در بدر شد. باز نعوذ بالله میگفتن چقدر اولادکای خرد داشت وی در مقصد از وان نرسید. او خب وقتی میوه بود بیچاره میوه باقی خود نخورد. چرا؟ نظر این منافقین تنها دنیا بود. الله تبارک و تعالی جواب میده ای مردم شما اصلا خبر ندارید، حقیقت نمیفهمید. اگر حقیقت بدانی حقیقت زندگی را این مردم درک کرده. چرا؟ دنیا زوال پذیر است. هر قدر نعمتای بزرگی که هم داریم آخرش فنا میشه، اما او مردم در زندگی جاودانی رفته. خب چرا میرن؟ رفتن ضرورت است.
به خاطر که پیروزی یا کامیابی یک دعوت حق بدون فداکاری نمیشه. مردمای فداکار کار داره که از او تعبیر به شهدا میشه. خو این شهدا را شما قدر و قیمت و منزلتش بدانید که در عالم برزخ یک امتیاز خاصی داره. در عالم برزخ بسیار مهم چی داره؟ زندگی داره، قدر و قیمتی داره، مثل سایر مرده ها نیست. آلی ما شما ابن قیم رحمت الله علیه نوشته میکنه 3 مرحله برای زندگی انسان است. مؤمن هست. هر بنده انسان 3 زندگی داره. یکی زندگی دنیا که اینجا روح تابع جسد است، یعنی جسد که چیزی میکنه روح تابعش است، همه مادیات و گپا در خدمت جسد است. دوم عالم برزخ است، اونجا جسد تابع روح است، درد و غم یا خوشی و نعمت روح میبینه، جسد تابعش است. سوم چی است؟ دار دیگه است که دار آخرت گفته میشه. در اونجا ام روح مستقل و ام بدن مستقل، ام زندگی مستقل است که قطعا مرگ و فنا سرشان نمیآید. از او خاطر اونجا الله تبارک و تعالی انتظامی عمومی هم برای روح است و هم برای بدن است. پس اینجا که امی شهدا را الله تبارک و تعالی میگه که زنده است، مراد از زنده زندگی چیست؟ دنیوی نیست، از عالم برزخ است. چرا در دنیا خودی قرآن میگه ولا تقول لمن یقتل کشته میشه، زیر خاک میشه آنه، جنازش خوانده میشه آنه، غسل داده میشه آنه، زنش نکاح میشه آنه، مالش میراث ترکه میشه آنه میشه، کلی گپا میشه. پس معلوم شد که حیات دنیا نیست. از همون خاطر است کسی که به حیات شهید در دنیا قائل باشه قطعا این گپش غلط است، نادرست است. چرا که صراحتا اول آیت این امی گپا میزنه. قرآن میگه بله حیات بر عظیم اثر است، لیکن حیات برزخی است. البته حیات برزخی به کافر و مسلمان می اثر است. خو فرق است در بین حیات پیغمبران و در بین حیات دیگران. حیات پیغمبران و شهدا یک قسم حیات است و حیات کسان دیگه قسم است، عادی است. در حدیث می آید شهدا ارواحایش در حوصله های یک قسم مرغای سبز است که و پرواز میکنه، در حوصله های ازوا می باشه. اونو مرغا پرواز در قندیلای عرش داره. از او خاطر ارواح شهدا در اونجا سیر و سفر میکنه، چکر میزنه. البته اینطور نیست که مثل دنیا واره که روح ما و شما در حوصله چی بگوی جاغور یک پرنده باشه چقدر قید باشیم. نه، الله تبارک و تعالی اونجا مناسب حالت برش پیدا کرده. از او خاطر شهید از نعمتهای جنت استفاده در مو عالم برزخ میکنه، خود مقام بالا میکنه. یعنی معیار زندگی از او بالا از زندگی عادی کیست؟ مومناست. مومنام زنده است، لیکن مومنا خودش ارواحش پرنده جور میشه و میپره، پرواز میکنه. اما زندگی شهدا از اون معیار کده بالاست. باز از شهدا کده انبیاء علیهم السلام زندگیشان خیلی قوی است. این موضوع را به خاطر میگم که اکثر مردما در اینجا یک کمی تفصیل به خاطر بکار است که بسیار در اشتباه میروند. یکی خو شیطان چی میکنه؟ شیطان یک کار دیگه میکنه. گاهی اوقات میاد کسی نو شهید شده باشه، باز دم اقاربی از او خصوصا شوهری زن چی شده باشه، شیطان به مو شکل و قیافه خود جور میکنه. بعضی سری اسب دار، کالای سفید در جانش میباشه، شمشیر در دستش. مردم ها فکر میکنه خودی از او میآید. حتی بعضی مردم نعوذ بالله زنا ادعا میکرد که شوهر مقدمه خوابم میکنه. این گپ غلط است، کل شیطان است. اینمی جن است به مو شکل خود میسازه به خاطر که عقیده تو را خراب بسازه، عقیده تو چی نباشه، صحیح ثابت نشوه، تو در اون مورد عقیده غلط داشته باشی. این گپا در بین مردم خیلی شایع است. یکیش میگه که من در میشنگ ویلی خود فلانی را دیدم، یقین بکن دیدم. او شیطان آمده به او شکل خود جور کرده به خاطری که تو فکر بکنی کی آمده رو ایسته. توسط ازی بسیار مردم اغوا میکنه. گاهی در سر قبر از او آتش بالا میکنه به خاطری که تو در اینجا مچراغ دیدم. این طور است. این گپا را میکنه شیطان به خاطر گمراه کردن مردم. یکی کرامت است. کرامت خو ما گفتیم عملی است که الله انجام میده برای عزت بنده خود که بنده ما معزز شوه. عزت بنده مثلا امام بخاری رحمت الله علیه تعالی قبرش عطر بوی میده، الحمدلله الله قبرش معطر کرده. چرا؟ خدمت حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده. از دو خاطری را کرامت میگیم.
پس کرامت که الله به کسی ثابت میکنه این معنی از زیرا نداره که حالی کلی حاجتهای مردم هم پوره کرده میتونه، این دیگه مشکل حل میتونه. نه، الله عزت در یک وقت داده، برای از او عزت داده. این معنی را نداره که مشکل کشا حاجت رواست. مردم فریب میخوره در این گپا. از او خاطر یک گپا که در یک جای میبینه میگه من دیدم که اینطور است، سنگ دیدم که حرکت کرد، نفر لول داد، اینی طور گپ شد. یک نفر در سوراخ داخل شده میتونه و دیگهش داخل شدن نمیتونه. این گپا را معیار برای حاجت روایی میدانن، حالان که حاجت روایی نیست، نادرست است. جنیات، شیاطین جن این کارا را میکنه، مردم اغوا میکنه و عقیدهش خراب میکنه. ما عقیده داریم ارواح پس آمده نمیتونه. کسی که به شکل مرده و اقارب خود کسی را میبینه او شیطان جنی است، او شکل خود جور کرده، عقیده تو را خراب میکنه. باز غلط عقیده خود دیگه ایست که مردم میگه هر شب جمعه ارواحا میآید در دروازه استاد میشه که آیا نان میکشه یا نمیکشه، نفل میخونه یا نمیخونه. حالان که پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم این کار به خاطر این گپ میزنه، این شایع میکنه در بین مردم که به ضد دستور پیغمبر مردم عمل کنه. در هفته کلی روزا تیر میشه نفل نمیخونه. عوامی ما امروز همون طور است، خود شب جمعه چی میکنن؟ نفل 6 رکعت نفل بعد از شام میخونه. پیغمبر میگه که شب جمعه را برای قیام خاص نکنه، یا یک بگوی دیگه نفل نمیخونه اینجا میخونه، در ضد پیغمبری عمل میکنه. یکی پیغمبر میگه روز جمعه را به روزه خاص نکنه، این مردم دیگر روزا را روزه نمیگیره. سنت پیغمبر دوشنبه و پنجشنبهش نمیگیره، این روز جمعه میگیره. خب صدقات الله عام امر کرده، در هر موقع ضرورت باید صدقه آدم بکنه. اگه شنبه است، اگه یک شنبه است، یک زن برات آمد گریان و سوران کرد، دیدی حالت ظاهریش هم خراب است، میگه اطفال دارم، یتیم دارم، تو به نام الله برش بده. نگو که حالی جمعه و پنجشنبه نیست من داده نمیتونم، او در جمعه و پنجشنبه کس نمیه بازرایی میکنی در یک غنی. نه، این کار نکن. چرا؟ به خاطر که در دین ما این گپا نیست، ارواح ده نمیتونه. یک عقیده دیگه را که مردم داره در مورد عرفه است، آخری روزای شبای رمضان مبارکه که شب 29 است، او را شب چی میگن؟ مردا. او شب 30 شب نامی چی یاد میکنه؟ شب زنده. در شب مردا باز الواها را پخته میکردن، در مسجد ها روان میکنه، در امسه ها روان میکنه، حالی مردم اینی کار میکنه، به نام شب مردا عرفه میکنه. عرفه خود عرفات است، او در رمضان هم نیست، او عین در ذوالحجه، در شب 9 ذوالحجه می باشه، اوی در اینجا نمی باشه. اونجا در عربستان حجاج در عرفات استاد میشه. خب مردم اینجا همینطور 2 روز مقرر کرده، یکی شب زنده یکی شب مردا. این شریعت جور کردن از خود میگه، این نمیره بدعت میگه که در دین وجود نداره، اصل نداره و توی را موجب ثواب و خیلی قابل قدر میدانی. این گپ درست نیست. ولا تقولوا، نگوی شما لمن یقتل، به کسی که کشته میشه و فی سبیل الله، در راه الله. آلی کشته شدن در راه الله کدام است؟ ما در اصطلاح عامی ما به نام شهید یاد میشه. ما 2 قسم شهید داریم، یادتان باشه. یکی شهید سنگر است، او کسی که عملا در مقابل دشمن سینه خود سپر کرده، خونی خود میریزانه، اونور شهید واقعی گفته میشه، شهید سنگر گفته میشه. احکام دنیا هم سری از او جاری میشه، حتی جنازهش هم خوانده نمیشه، حتی در کالایش هم دفن میشه. این احکامی است که متعلق از اوست. یکی شهید عام داریم، موتر میزنه، در آتش میفته، غرق میشه، از مرض سرطان میموره، از مرض شکم دردی میموره، با ولادت یک زن میموره، یا چیستا. اینی قسم بسیار تقریبا 50 موارد در احادیث همینطور آمده که پیغمبر علیه السلام اینطور مردم هم شهید گفته. اما احکام دنیا متعلق از اون نیست، و ششته میشه و جنازش خوانده میشه و مثل شهید سنگر واری نیست و هم شهداست. آل شهید سنگر تاسف در اینجاست که حالی اگر کسی در مقابل برای خدمت دین میموره، اگر نه که به خاطر ضد دین میموره، موره شهید میگه، بس دیگه بیرق از سرش بالا کرده میباشه. خب قرآن کریم مشخص میسازه شهید کسی است فی سبیل الله که در راه الله کشته شده باشه. راه الله کدام است؟ خودی پیغمبر معرفی میکنه، الی تکون کلمت الله هی العلیا. او جنگ میکنه، مبارزه میکنه که کلمه الله بالا دست باشه، نظام الله حاکم شوه، قانون الله برقرار شوه. اینی را مردم میگه شهید حق. هر کس که
توسط مرمی و چیزی کشته میشه. سینمام که بم انفجار میکنه کلگیر شهید میگه، در سینما وفات کرده. نه الله را عقیده داره، نه عقیده را میفهمه. در اونجا به او هم شهید گفته رایسته. الله رحم بکنه. قرآن میگه او را شهید گفتن نیست، بس کشته شده. میگه شما نگوی فی سبیل الله، کسایی که در راه الله کشته شده امواتن که یا مردی عادی است. مرده خو چرا اولی آیت میگه که مرده و مرده عادی نیست، بلکه یا زنده است به یک زندگی که شما احساس نمیتونه. الله میگه ولکن لا تشعرون، شما شعور نداری به زندگی. چرا؟ او در عالم برزخ تعلق داره، نه در عالم دنیا. اگر در عالم دنیا تعلق می داشت شما شعور می داشته، احساس می داشته، لیکن او به عالم دنیا تعلق نداره. به عالم از او خاطر شما احساسش نمیتونه از او زندگی. اما الله بر از مقام و منزلت داده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. بگرفته ام وفا را، از لابلای قرآن، از لابلای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. در موقع جدایی، در روز بینوایی. در موقع جدایی، در روز بینوایی. ما را بود خدایی، آن هم خدای قرآن، آن هم خدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن.
بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.